سلام و درودی دوباره خدمت همه شما دوستان عزیز. امیدوارم حال دلتون خوب باشه. دورادور بهتون سلام میکنیم. برگشتیم خدمتتون با یه اپیزود جدید. بله، با دیجی کلینگز بله، که در خدمتتون هستم. سلام عرض می‌کنم منم به شما همه بینندگان و شنوندگان عزیز از دورترین جایی که دوره. دیگه از این دورتر دیگه نمیشه. کانادا. میکائیل هم اومد یه چیزی بگه، گفت از دورادور بهتون سلام میکنیم، بعد کاتش کرد. من گفتم یاد این تیکرم کات میکنم. اوکی، بسیار آره. خب. توی این اپیزود در خدمت یکی از دوستان قدیمی هستیم که توی ایران با هم دیگه همکار بودیم. ایشون سنیور فرانت اند انجینیر هستن. در حال حاضر توی آلمان زندگی میکنن و توی شرکتی توی آلمان مشغول به کار هستن. خانم فرشته ابو حمزه. حالا در خدمتشون هستیم. میکائیل صدای من داری؟ بله، صداتون رو داریم. تصویرتون رو نداشتیم، الان من داریم. یه چیزی رو تصحیح کنم و اون سینیوری که پشت عنوان من گذاشتی نیشت به قول آلمانیا. من چون توی قرارداد ما ذکر شده که ما توی لینکدین یا هر جایی که هستیم باید سینیوری که توی قراردادمون رو، یعنی تایتلی که توی قراردادمون رو بذاریم و من پوزیشنم فرانت اند انجینیر هست. درسته، ولی با سابقه کار و تجربه همکاری فکر میکنم اصلا یه قانون دیگه داریم ما ایرانی‌ها همه از سنیور شروع میکنن. ما اصلا جونیور نداریم که. شما اگه یه نفر پیدا کردی جونیور دیولپر باشه من جایزه میدم. همه از سنیور شروع میکنن، بعداً آپدیت میکنن، میرن جونیور میشن، دوباره سنیور میشن. اشکالی نداره. من می‌خواستم که اصلاح کنم. مرسی که گفتید. خب سلام میکنم به همه. من فرشتم، فرانت اند دیولپر، 2 ساله که آلمانم و در خدمت شما. من یه سوال بپرسم قبل از اینکه شروع کنیم میکائیل، ببخشید. توی آلمانی واقعا میگن نیشت، یعنی به معنی نیست؟ آره میگن نیشت. ببین 2 تا هست، یکی کاین. من خودم آلمانی بلد نیستم، تازه دارم شروع میکنم. یکی کاینه، یعنی مثلا فلان چیز، مثلا کاین پروبلم، یعنی مثلا مشکلی نیست. خب و وقتی که برای فکر کنم برای افعال نمیدونم اینا، اگه کسی آلمان بیشتر میگن نیشت، مثلا ایش بین نیشت، مثلا گگانگن. یعنی ما بچه بودیم درست میگفتیم نیشت فلان چیز. آلمانی حرف میزدیم در اصل، ما رو تحصیل کردن بودن نیست. فارسی اصلا بعید نیست. آلمانی انقدر سخت و پیچیده است که اصلا بعید نیستش که میگن نیت، مثلا میگن خوب نیست، میگن نیت خود. اینجوریه. خدا صبرتون بده، واقعا براتون خدا. خیلی سخته. من یه مدت رفتم فرانسه بخونم، دیدم کار من نیست، کنسل کردم. کلا مسیر مهاجرت ما به خاطر همین فرانسه عوض شد، استانش عوض شد، مسیر زندگیمون عوض شد که من فرانسه یاد نگیرم. خیلی سخته برای من، خیلی سخته. خیلی چالش بزرگیه، چون برای منی که حداقل اومدم اینجا و دارم توی محیط انگلیسی زبان کار میکنم، شاید بزرگترین چالشم الان بعد از 2 سال تقریبا اومدن همچنان زبان آلمانی باشه، چون من برای کارم نیاز دارم که انگلیسیمو هی بهبود بدم، ولی برای زندگیم نیاز دارم که آلمانی بخونم. به خاطر همین این الان آلمانی خوندن و یادگیری آلمانی در حال حاضر بزرگترین چالشیه که من باید باهاش دیل کنم. بزرگترین چالش زندگیت 8 ایست. ما هم دقیقا همین بودیم و میکائیل فکر کنم همینه. یعنی هر جایی که شما بری، حالا مثلا توی کبک هم فرانسه زبان زندگی کردن بود، انگلیسی زبان کار کردن. مثلا واسه نیروهای آیتی شما میری سر کار انگلیسی حرف میزنی، میری خونه میخوای بری مثلا یه دونه نوشابه بخری، باید یا فرانسه یا هلندی، داچ میگن هلندی رو، درسته؟ یا جرمنی صحبت کنی. آره این چالشه. برلین خیلی مثلا با زبان آلمانی تو خیلی کارتو میتونی راه بندازی، حداقل توی ادارات یا حتی جایی که جوونا هستن، مثلا بار یا یه همچین جاهایی، حتی بیس زبان انگلیسیه، ولی برای صحبت توی سوپرمارکت، برای صحبت با صاحبخونه‌ات یا آدمایی که یه خورده رنج سنشون بالاترن، واقعا به چالش میخوره. یعنی با اینکه برلین خیلی خیلی زیاد انگلیسی توش رواج داره، یعنی تو شهرهای دیگه یا شهرهای کوچیک‌تر که دیگه واقعا تو 100% به آلمانی احتیاج داری، ولی با این همه بازم به نظرم یاد گرفتن آلمانی برای مایی که حالا بدون اصلا دونستن زبان آلمانی ویزا میگیریم و جاب آفر میگیریم، بازم خیلی مهمه که آلمانی رو شروع کنیم که اومد.
ولی هلند این چالش رو نداره. این یکی از مزایای هلنده که تقریبا 95% تبلیغات به انگلیسی نکنم. مسلطن. نه جدی دارم میگم، من الان کم کم که اگه بخوام هلندی یاد بگیرم، البته واسه فیلد آیتی، ولی در کل واسه سوپرمارکت هر جا که بری کلا انگلیسی کارت راه میفته. خب از بحث دور نشیم، فکر کنم شروع کنیم و فرشته لطفاً خودتون رو یه معرفی بکنید، معرفی کلی، این که از کجا شروع کردید و چجوری، یه معرفی کلی، بعد من و مصطفی سوالاتمون رو میپرسیم. من اگه بخوام خیلی فلشبک بزنم به عقب، من کارم رو سال 2013 شروع کردم به عنوان ادمین سیستم های مایکروسافتی. 2 سال تو این حوزه کار کردم و تقریبا از سال 2015 شروع کردم به صورت سلف استادی HTML و CSS یاد گرفتن و یه مدت بعد تو شرکتی به اسم مجید آنلاین به عنوان کارآموز شروع کردم به یادگیری HTML و CSS که با شما دوتا بودم و از سال فکر می‌کنم 2016 شروع کردم به برنامه‌نویسی جاوا اسکریپت و تا سال 2022 من فوریه سال 2022 جاب آفر گرفتم و اومدم از شرکت آمادئوس جاب آفر گرفتم و اومدم برلین. خیلی هم عالی. من سوالا میخوام مهاجرتی شروع کنم میکاید اگر تو ناراحت نمیشی. این پروسه مهاجرت به آلمان یعنی به چه صورتی اتفاق افتاد؟ یه شرکتی بود که شما این کار رو انجام دادید یا خود اون شرکتی که الان توش کار میکنید برای شما جاب آفر رو داد؟ چون سوال خیلی از دوستانی که الان میخوام مهاجرت کنن اینه، نقطه شروع کجاست؟ از کجا باید شروع کنم و برم جلو که بتونم ادامه بدم؟ من یه خورده اینو مفصل‌تر توضیح میدم. من تا سال فکر کنم 98 اصلا ایده‌ای برای مهاجرت نداشتم. خیلی سفر کردم به اروپا و به همه جای دنیا دوست داشتم، ولی هر دفعه که صحبت می‌کردم، یعنی نظر من اون موقع این بود که مهاجرت یعنی شهروند درجه 2 شدن و این چیزی نبود که من می‌خواستم. به خاطر همین همیشه ته ذهنم، حتی وقتی که 1-2 تا از همکارام رفته بودن، این بود که من آدم مهاجرت نیستم. و سال 98 بعد از اون قطعی اینترنتی که افتاد، همزمان شاید با 2-3 ماه من یکی از همکارام که خیلی راجع به این موارد با هم صحبت می‌کردیم و اونم نظرش مثل من بود، یه دفعه اومد و گفتش که من مهاجرت کردم و دارم میرم هلند. و اونجا بود که جرقه این خورده شد که این بابا هم که مثل من نرو بوده، اینم که داره میره، حالا اون اتفاقا هم افتاده بود و من کم کم تو ذهنم این جرقه افتاد که خب باید فکر مهاجرت باشم. ولی خب خیلی آروم و آهسته، یعنی حتی من بعد از اون شرکت کار میکردم توش، من توی زیتل کار میکردم و از مثلا موقعیت کاری، موقعیت حالا تقریبا از میزان دریافتی من راضی بودم، ولی تو همون زمانم داشتم یه سری مصاحبه با شرکت‌های ایرانی میکردم، ولی اینطوری نبود که یه دفعه این تصمیم رو بگیرم. باز اولی که شروع کردم این بود که بشینم رزومه بسازم و کاری که اون موقع کردم این بود که من از هیچ کی کمک نگرفتم، یعنی کامیونیتی دور من نبود که من ازشون کمک بگیرم و آدمی هم نداشتم که خیلی کمک بگیرم. به خاطر همین رواله خیلی خیلی زیاد طول کشید، مثلا شاید 2-3 ماه طول کشید که من ورژن صفر یک رزومه رو بسازم و این رزومه رو ساختم و شروع کردم به یه سری اپلای کردم. من هدفم از وقتی که خواستم شروع کنم هلند بود، همیشه هلند این کشور رویاهای من و شروع کردم به اپلای کردن و شاید مثلا در حد 1-2 تا مصاحبه رسید به HR همین و کرونا شد و دیگه کلا ذهنیتم از مهاجرت به سروایو کردن تغییر پیدا کرد و اصلا دیگه اینو گذاشته بودم کنار. به خاطر اون حالا تغییرات ما ریموت شده بودیم، خیلی یه سری تغییرات زیادی حالا توی شرایط کاری و زندگی ما اتفاق افتاده بود و فکر کنم اردیبهشت 99 بود که من یکی از دوستام که حالا توی هلند کار میکرد گفتش که با اینکه اون موقع بیشتر شرکت‌ها روال استخدامشون رو فریز کرده بودن، گفتش که من میتونم تو رو ریفر کنم، ما یه فرانت اند دیولپر میخوایم و اگه تو رو ریفر کنم دیگه حالا اون روال استخدامی که تقریبا فریزرم میشه که حالا دور بزن. و این کارو کرد و من رفتم مصاحبه HR و خیلی بد بودم
و یه چیز اتفاق خوبی که افتاد این بود که این دوست من از اون حالا خانمی که من باش مصاحبه کرده بودم اجازه گرفت و اون ریویویی که برای من نوشته شده بود تو سیستم ریفرالشون رو برای من فوروارد کرد و توی اون ریویو نوشته شده بود که اون حالا این شخص مهارت‌های ارتباطی لازم رو نداره و اینجا بود که من فهمیدم که خب اولین کاری که باید بکنم اینه که زبانم رو قوی کنم. رفتم یه معلم آیلتس صحبت کردم، گفتم مثلا نمیخوام امتحان انگلیسی بدم، فقط میخوام برای مصاحبه آماده بشم و فکر می‌کنم 3-4 ماه من همیشه زبانم در یه حدی بود که گلیمم از عذاب بتونم بکشم بیرون. به خاطر همین توی دورانی که کار میکردم 6-7 سال حرفه‌ای مثلا کار میکردم، در اینکه مقاله بخونم یا حتی یه سفر کوتاه برم میتونستم صحبت کنم. هیچ وقت نرفته بودم مثلا به طور تخصصی مثل بچه‌ها که من آیلتس میخونن یا تافل میخونن من زبان بخونم. و توی 3-4 ماه فشرده من با این معلمم کار کردم و یه بخش خیلی خوبی زبانم رو تقویت کردم و تو همون زمانم رزومم رو بهتر کردم. یه سری آدم جدید دادم که رزومه‌ام بخونن و یه شانسی که اینجا آوردم این بود که یه سیستم پیدا کردم به اسم سیستم سنجاقک، فکر میکنم اسمش بود، که یه آدمی پشتش بود که در ازای دریافت یه هزینه‌ای توی جلسه با شما رزومتون رو ریویو میکرد و خب من چون اصلا تجربه نداشتم این جلسه خیلی برام مفید بود، باعث شد که بتونم یه سری کیوردها پیدا کنم و اصلا اون پروژه‌ای که داشتم روش کار میکردم بیارم رو کاغذ. و رزومه‌ای که حالا من بعد این مدت ساختم رزومه خوبی بود، یعنی تقریبا مثلا شاید 70% جایی که براشون اپلای می‌کردم رو من به مرحله HR می‌رسیدم و یه لیستی از سوال‌ها در آورده بودم که بچه‌ها من اگه یه موقع خیلی زیاد دارم توضیح میدم یا اینا من استاپ کنم. یه لیستی از سوال‌ها در آورده بودم که قبل از هر مصاحبه HR اونو می‌خوندم که کاملا آماده باشم و اصلا اجازه ندم که مثلا یه فراموش کردن سوال یا همچین چیزی روی استرس من تاثیر بذاره و میرفتم مثلا اون شرکت‌ها رو در میآوردم که تو چه حوزه‌ای تیمشون رو میرفتم مثلا بچه‌ها رو تو لینکدین در میآوردم نگاه می‌کردم و سعی می‌کردم که اینطوری فشار چون اول تازه بود شروع کرده بودم فشار این مصاحبه‌ها رو کم کنم. و خب تو این مصاحبه‌ها من بیشتر HR رو رد می‌کردم و بعد مرحله بعدی کد چالش بود. کد چالش ها رو هم اصولا من میتونستم انجام بدم یا یه پروژه بود که باید تو خونه می‌زدم یا یه سری سیستم هایی داشتم برای کد چالنجشون که مثلا 1 ساعت وقت داشتیم و یه سری سوال رو باید حل می‌کردیم و تو این فاز من میتونستم این 2 مرحله رو رد کنم، وارد تکنیکال میشدم و اونجا بود که من میموندم، مخصوصا توی لایف کدینگ و با شرکت‌های بزرگی هم مثلا مصاحبه کردم با زالاندو و همه اینها من توی لایف کدینگش موندم. یعنی اینجوری بود کاملا. ببخشید یه سوال اینجا قبل از اینکه ادامه بدیم، خیلی خوب توضیح دادید. سوالی که الان پیش میاد لایف کدینگ، این پروسه مصاحبه رو اگرم بگی خیلی خوبه. مثلا اینکه اگه اپلای کردی بعد چند تا استپ داشت اینا رو اولی اشاره کنی بعد اینا رو بگی خیلی خوب میشه. من اپلای که میکردم اولین استپش مصاحبه با HR بود. این اصولاً یه مرحله است. بعضی موقع میتونه مثلا هم HR باشه هم یه نفری از تیم، مثلا من هم شرکت فعلی که هستم تیم لید اون موقع هم جزء مصاحبه اول بود و خیلی هم اتفاقا خوب بود و خیلی موقع ها مثلا اون فردی که حالا به عنوان HR میاد با شما مصاحبه میکنه یه سری سوالهای خیلی خیلی ریز و ابتدایی از اون پوزیشنی که شما براش درخواست دارید ازتون میپرسه تا مطمئن بشه که شما اون فاز اولیه رو میتونید رد کنید و اگر که از لحاظ اون شما این مرحله رو بتونید رد کنید رزومتون میره توی مرحله بعدی. مرحله بعدی خیلی از شرکت ها حالا بر حسب اون پوزیشن که داری اپلای میکنید یا هر چیزی یک کد چالنجی که حدوداً مثلا باید بین مثلا 5-6 ساعت برای زمان بذارید که خودشون میگن مثلا بیشتر از اینقدر نذارید یا فلان، یا اینکه یه سری کد چالنج ها 1 ساعت 1.5 ساعت است که توی سیستم داخلی خودشونه شما وارد میشید و اون سوالا رو حل میکنید. مثلا اصولا 1-2 تا سوال تستیه، 1-2 تا سوال تشریحی مثلا میتونه باشه و یه قسمت کوچیکی از کد نوشتنه، حالا میتونه الگوریتم باشه. من خانم اجازه من این سوال دارم.
این کوچنجا که میگین چون همه داشتن مثلا توی این ور، شاید واسه ایرانی‌ها عجیب باشه، در رابطه با چی بود؟ حالا یه بخشی شما اشاره کردی، در واقع ساختمان داده بود یا پیاده سازی یه بخشی از سیستم؟ ببین خیلی متفاوت بود. بعضیش سوال الگوریتمی بود، خب بعضی‌هاش هم مثل همین مثلا مصاحبه‌هایی که خیلی از مصاحبه‌هایی که دادم اینطوری بود که یه چیزی رو می‌خواستن پیاده کنن، یه چیز کوچیکی که بتونید توی 4-5 ساعت با 4-5 ساعت زمان گذاشتن یا 7-8 ساعت زمان گذاشتن بتونید بهش برسید. مثلا برای یکیشون اینطوری بود که یه سیستمی به اسم مثلا استاروار که خیلی از چیزا یعنی APIش آماده بود، توضیحاتش کامل بود، بهتون میگفتن که مثلا ما میخوایم یه سیستمی طراحی کنی که مثلا یه صفحه داشته باشه، با استفاده از یه سری API ها شما بیاین این دیتا رو بگیرید و این دیتا رو حالا یه جور خاصی بریزید داخل صفحه، یعنی نمایش بدید داخل صفحه در همین حد. خب و مثلا میگفتن اگه میخواید میتونید از هر فریم ورک استفاده کنید و حتی خیلی موقع مثلا هسته اولیه پروژه هم بهتون میدادم که تون دانلود کنید. npm بود که یه چیزی بود که همه این ابزارها توش براتون آماده بود، شما فقط اینستال می‌کردید و شروع می‌کردید به کد زدن. ولی اصلش اینه که خب نباید خیلی بیشتر از یه میزان زمانی روش وقت بذارید. و همین این سوال دیگه من یه سوال دیگه هم دارم. اینکه این بخشش که ممنون که پاسخ دادیم. پس بیشتر انجام یه پروژه بود تا الگوریتم، چون فکر می‌کنم بزرگترین مشکل حالا برای من بقیه رو نمیدونم، بیشتر بخش حل کردن الگوریتم تا اجرای اپلیکیشن. یعنی خیلی ساده‌تره تا یه چیزی بسازی، تجربه ماها بیشتره تا اینکه بخوایم مثلا بریم یه ساختمان داده یا چه بدونم یه الگوریتم پیچیده‌ای رو بخوایم پیاده سازی بکنیم بر اساس یه سوالی. اینم از من خیلی می‌پرسن. توی اون اگر قرار بود پروژه انجام بدیم، نه پروژه واقعا یه چیزی بود که باید با وب حداقل برای ما می‌ساختیم. خب ولی اگر قرار بود که توی سیستم‌های خودشون باشه، مثلا شاید یکی دو تا در حد اینکه یه اری میدادن، این اری رو حالا باید به صورت خاصی مثلا شما به یه دیتا خاصی ازش ریتریو می‌کردید، یه همچین چیزی بود. و آره یه سوال دیگه هم داشتم، از کجا شما اپلای میکنید؟ چون ماشاءالله کلی کار گرفتی شما، کلی مصاحبه رفتی، یا خیلی خوش شانس بودی یه جای خوبی اپلای میکردی؟ یکی از این دوتاست. من جابا رو از 3 تا جا، یکی گلاسدور بود، یکی لینکدین بود و یکی ولی من اینا رو پیدا میکردم ولی از خود لینکدین ایزی اپلایشون نمیزدم، میرفتم از طریق سایتشون اپلای میکردم و فکر میکنم این شانس رو بالاتر میبود. میتونید بگید حدودی بعد از چند بار اپلای به نتیجه رسید؟ بذار من توضیح بدم. من فاز اولی که شروع کردم، یعنی اون موقعی که نه رزومه درستی داشتم، فاز اول من میتونم بگم فاز اول این بود که مثلا شاید 60 تا 70 تا رزومه فرستاده بودم. خب و توی این میزان شاید کمتر از 10 تاش حتی رفت به سیستم، یعنی رفت به HR. و بعد از اینکه مصاحبه‌ام یعنی رزومه‌مو درست کردم و حالا یه خورده از کامیونیکیشن اسکیلام رو یه خورده بهبود دادم، من با رزومه دومم تقریبا از هر 10 تا اپلای که می‌کردم فکر می‌کنم 7 تاش به HR می‌رسید. و بعد از اون توی تمام مصاحبه‌هایی که من میدادم توی این پروژه لایف کدینگ اوت میشدم، یعنی یا توی کد چالنجش یا بیشترش توی همین لایف کدینگ بود. و توی این لایف کدینگ هم بود که بیشتر ازم میخواستن که مثلا آرایه ها رو تغییر بدم یا مثلا دیتا رو بخوام یه جور خاصی مثلا بفرستم بیرون یا همون الگوریتمی که شما میگید. و اینجا بود که من کاملا قفل میکردم. یه اشتباهی که من توی این فاز کردم این بود که خیلی زیاد اپلای میکردم و مثلا توی یه هفته مثلا میدید 3-4 تا من مصاحبه میگرفتم، یا مصاحبه HR یا مصاحبه حالا کد چالش که باید وسطش میزدم یا تکنیکال. و اینطوری بود که من آخرش که حالا این بخشم استاپ کردم، من پنجشنبهش یه مصاحبه داشتم، جمعهش یه مصاحبه دیگه. مصاحبه که جمعه داشتم یه شرکت آمریکایی بود که من با اینکه قصد مهاجرت داشتم ولی خودشون از طریق لینکدین به من پیام داده بودن که رزومت برام بفرست و منم فرستاده بودم و اینا نیروی تکنیکالشون فارسی بود. و وقتی که اتفاقا کد چالش که داشتن از همه کد چالنجایی که من انجام داده بودم سخت‌تر بود
و 2-3 هفته از زمانی که من کد چالش داده بودم گذشته بود و من انقدر خسته بودم که وقت نکرده بودم قبل از مصاحبه برم و اون کد چالش، اون سولوشنی که داده بودم و یه بار مرور کنم. و توی جلسه خیلی خیلی بد ظاهر شدم، یعنی وسط جلسه دیگه کاملا قفل کرده بودم، هیچ سوالی رو نمیتونستم جواب بدم و اون 2 نفر بودن، فکر کنم یه نفر که شادو بود اصلا وسطش دیگه همینجور هی داشت سوال ریزتر و سخت‌تر می‌پرسید، یعنی انگار که یه جوری مثلا هی می‌خواست بیشتر رو من فشار بیاره و اونجا بود که من دیگه دیدم که اصلا انرژی ندارم، یعنی واقعا خالیه. و برای خودم نوشتم که از امروز من پرسه مصاحبه رو استاپ میکنم و چون تو زمانی بود که همچنان تو کرونا بودیم من خیلی تو خونه بودم، 1-2 تا از دوستام شروع کردن کوهنوردی، گفتم ورزش رو شروع میکنم و توی همون زمانم وقتی آدم مرور میکنه میبینه چه سری اتفاقایی دست به دست هم داده. یکی از دوستان به من پیشنهاد داد که یودونو جی اس رو شروع کنیم. یودونو جی اس یه سری کتاب، حالا نمیدونم ترجمه داره یا نه، ولی انگلیسیه، در مورد از بیسیک جاوا اسکریپت شروع میکنه، فکر کنم 5 تا یا 7 تا مجموعه کتابه و منم این پیشنهاد رو روی هوا قاپیدم و ما فکر کنم حدود 6-7 ماه هر شب ساعت 8 شب جلسه داشتیم و با همین کتاب رو میخوندیم و در کنارش یه سری چالش ها هم بر خودمون گذاشته بودیم. مثلا یه موقعی میشد 2 ساعت 3 ساعت مثلا جلسه‌مون طول می‌کشید، هر جور که مثلا چیز داشتیم، ولی خیلی روی این که تقریبا حداقل 6 روز هفته ما این جلسه داشته باشیم پایبند بودیم. و بعد از 6-7 ماه من احساس کردم که یک جهش کوچیکی، حالا حداقل توی مصاحبه کردن تکنیکال میتونم داشته باشم و شروع کردم. این فاز فکر کنم سوم اپلای من بود. شروع کردم به رزومه فرستادن، ولی این دفعه خیلی سلکتیو، خیلی کمتر رزومه یعنی اپلای کردم و فکر میکنم توی 2 تای اول مصاحبه، 2 تای اولی که باهاشون شروع کردم، اولین شرکتی که من مصاحبه رو باش پیش بردم همین شرکت آمادئوس فعلیه و من آفر گرفتم ازش و نوامبر 2021 من آفر گرفتم از شرکت آمادئوس. خیلی عالی. قصه فرشته من یاد قصه اون مورچه میندازه، شنیدی؟ میگن یه دونه رو میدادن بهش، از دیوار میرفت بالا، دوباره میافتاد پایین، دوباره از اول میرفت بالا دیوار، انقدر افتاد تا از دیوار رد شد. شما هم همینجوری شده، یعنی قصهش همینه. تو این پروسه حالا اگرم آدم به مهاجرت نرسه تهش یه چیزی یاد میگیره، یعنی یه چیزی بهش اضافه میشه و برمیگرده. حداقل الان شما یونو جی اس میتونیم نه این بود که من حالا تو یه مثال زدی، من یه مثال بزنم قشنگ شبیه این بود که حالا مثلا درستم ادامه بده، کنارش مثلا هنرم برو. من هیچ وقت کل انرژیمو روی اپلای کردن نذاشتم، یعنی چون میدونی وقتی که توی امنیت مالی یا امنیت کاری داری به اون هم حتی باید برسی. من خیلی خیلی آروم آروم حداقل اولش پیش رفتم و این وسط کلا گفتم چند بار استاپ کردم و حتی 1-2 بار اصلا پروژه‌های فریلنسی شروع کردم به زدن که خب خیلی دیگه زمانم با کار فول تایم که داشتم پر میشد و حالا بعد این هم مدت فیلینگ چجوریه؟ یعنی بعد از این همه تلاش، بعد از این همه گرفتاری و این چالشایی که رد کردی و الان اینجایی که هستی، راضیت میکنه در حال حاضر یا نه؟ داشت ببین آخه 2 بخشه، یکی مهاجرت کردن، یکی چالش هایی که تو بعد از مهاجرت داری پیدا میکنی. من از زمانی که آفر گرفتم تا زمانی که وارد آلمان شدم کلا فکر می‌کنم 2 ماه طول نکشید. من پروژه مهاجرتم یعنی پروسه ویزا گرفتنم خیلی سریع انجام شد و من اصلا وقت این که در مورد آلمان و جایی که دارم میام تحقیق کنم رو نداشتم. خب و من اومدم آلمان و یکی تازه اون چیزهایی که باید از آلمان شاید قبل از ورود به آلمان میدونستم و اومدم و خیلی اولش خونه بود. روش سخت شما هم یاد گرفتیم. این بنده خدا تو تلویزیون میگفت آلمانی سخت. آره یکی از چیزایی که من الان خیلی خوشم میاد که بعضی از بچه‌ها مثلا حتی با خود من مثلا میگن که بیایم صحبت کنیم اینه که همون اولی که میخوان شروع کنن میان و
میگن که با آدم‌هایی که تو اون کشورها هستن یعنی صحبت میکنن که بدون اینکه اصلا هیچ تصمیمی راجع به اون کشور مقصدشون گرفته باشن، میان صحبت میکنن و تجربیات آدم‌ها رو میشنون که چه فکری میکنید، مثلا خوبی‌ها و بدی‌های اینجایی که رفتید چه. من فکر می‌کنم این خیلی خیلی مهمه، چیزی که من شاید اگه قبل از اومدنم انجام میدادم خیلی تجربه حداقل واقعی‌تر از جایی که اومدم میتونستم داشته باشم. این دقیقا یکی از درست. اهدافیه که من و میکائیل اینجا دنبال میکنیم دیگه و همینه که حضور شما اینجا خیلی ارزشمنده، به خاطر اینکه حالا چندین بار من اینو گفتم، هر یه تجربه واقعا چند هزار دلار، چند هزار یورو ارزش داره وقتی که شما میرسی اینور آب و دیگه باید دستتو بکنی تو جیبت، حالا خونه بگیری، وقتی خونه رو گرفتی یه سال درگیرشی، یه $100 کم و زیاد دادن، $1200 آخر سال برات تفاوتشه. و شما که از ایران اومدی جیبت هنوز تومنیه، هنوز دلاری یا یورویی نشده، $1200 کلی پوله. این فقط یه نمونه کوچیکشه و هزاران چیز دیگه که میتونه تجربیات دیگران کمکت کنه. دقیقاً. دقیقاً. من هزاران هزار از این تجربه‌های رفته و به در بسته خورده دارم که میتونم در اختیارتون بذارم، ولی احساس می‌کنم یکی از بهترین چیزایی که برای بچه‌هایی که میتونن بیان، یکی از بقیه خیلی کمک بگیرن، یعنی از آدمایی که اومدن و از آدمایی که تو این مسیر هستن، واقعا کمک بچه‌ها. یعنی من بعد از اینکه حتی اون فاز 6 ماهه‌ای که روی تکنیکال خودم گذاشته بودم، به این نتیجه رسیدم که میترسم، هنوز زوده، ولش کن، بذار بندازم عقب. خب و با 1-2 نفر از بچه‌ها صحبت کردم و اونا گفتن اگه بخوای این کارو بکنی هیچ وقت تو پروسه جدید رو شروع نخواهی کرد، چون هیچ وقت به اون سطحی که دلت میخواد و فکر میکنی که آماده‌ای نمیرسی. اگر فکر میکنی که حالا یه زمانی گذاشتی و اون زمانه بهش رسیدی، شروع کن. و این شاید مهمترین چیزی بود که من اپلای دوباره رو شروع کردم و خیلی سریع بهش به نتیجه رسیدم. اگه به خودم بود و میخواستم صبر کنم حالا این کار رو نمی‌کردم من. میگن درست. میدونی کدوم مبحث این؟ اون مبحث ایدئالگراییه که یه آره. بار دو بار در موردش صحبت کردیم. آره. هیچ وقت کافی دقیقاً. نیستی واسه کاری که میخوای. دقیقاً. اصلا این آفتیه که توی همه زمینه‌های زندگی هم ما رو گرفته. نمونهش رو می‌بینیم دیگه. توی بحث استارتاپ میگی، توی بحث اپلای میگی، توی هر زمینه اون بحث پرفکت بودنه خیلی تاثیر میذاره روی ادامه مسیر و این داستانا. واقعا بدون اینکه دقیقاً. همینه. چیز خاصی، یعنی چیز خاصی گین کنی، بدون اینکه چیز خاصی رو آره. بیاری، خب چون بعد آره. ترس از نتیجه قضاوت عملی دیگه. کنی. بله. ترس دقیقاً. از قضاوت دیگه، یا حالا با خودت یا با از طرف خانواده، که حالا خانواده که ان شاءالله که ما با فکر شما کنم خیلی نزدیک. بیشترش از سمت خودمونه، یعنی اون چیزهایی آره. که فشارهایی که روی خودمون میذاریم. ست کردن رومون دیگه، انقدر قضاوتمون کردن که از ترس اینکه خطا نکنی، برعکس اینکه شما اصلا باید خطا بکنی و یاد بگیری، ما اصلا دنبال اینیم که خطا نکنیم، یه کاری رو بدون خطا انجام بدیم. ولی اگه برگردی همین گذشته شما رو مرور بکنی، می‌بینی که از خطاهات یاد گرفتی. یعنی فهمیدی من توی لایف کدینگه که به مشکل می‌خورم، من توی رزومه است که به مشکل می‌خورم، من توی صحبته که به مشکل می‌خورم. یعنی خطا کردی بعد فهمیدی. به جای اینکه بری یه دقیقاً. سیستمی رو بسازی و برسی تهش بعد تصحیحش کنی، تو راه تصحیحش کردی. من درست. قبل از اینکه این فیدبک رو از اولین یعنی چند تای اولی که ببینم، هیچ وقت فکر نمی‌کردم که صحبت کردنم، حالا اومدم اینجا فهمیدم که چقدر اوضاع خرابه ها، ولی همیشه چون مثلا با چند تا آدم خیلی معمولی و اینا صحبت کرده بودم انگلیسی، هیچ وقت فکر نمی‌کردم که یه نفر بگه که مثلا اون داره استراگل میکنه برای اینکه بتونه صحبت کنه. خب و این اتفاقا خیلی چیز بزرگی برای من بود که من واقعا ضعف دارم، یه نفر بدون اینکه قضاوت مثلا بدون اینکه چیز خاصی داشته باشه رو من داره این فیدبک رو بهم میده. درسته. آره. من یه خاطره الان یادم افتاد. یکی از دوستانم، ایشون زبانش خیلی خوبه، یعنی پرفکته، یعنی آیلتسش هم نمره بالا گرفته و اینا، ولی هیچ وقت مهاجرت نکرده. بعد یه بار یه توریستی توی شهر ما که رفته بود و اینا، بعد یه دفعه توی شهر یه توریست میبینه، بعد اونم اتفاقی جلوی اونو میگیره و ازش یه آدرس میپرسه به زبان انگلیسی. همونجا دیگه قفل میکنه. تصور کن طرف اصلا و فقط با ایما اشاره بهش میگه برو. اصلا یک کلمه، یه یس، یه هلو، هیچی نمیتونه بگه. حالا تصور کن یکی دیگه از دوستام که مهاجرت کرده بود میگفت من توی همون فرودگاه که وارد شدم کلن انگار یه تشت آب سرد یخ ریختن روم، چون از همونجا هیچی نمیفهمیدم و اونجا بود که چالشه شروع شد و بعد دیگه گوشم عادت کرد و این معمولا چالش اولی واسه همه
که آره. شروع میکنن به منم یه کامیونیکیشن خاطره اندازی. دارم اگه وقت داریم بگم. من رفتم یه جا مصاحبه، بعد من تو اون اپیزود خودم گفتم یه دونه لیست داشتم از کارهایی که کردم. وقتی یارو میگفت هلو، من نیم ساعت حرف میزدم براش. بلبل از اول تا آخر رزومه‌مو میگفتم. بعد که تموم میشد میگفت خب حالا هاو آر یو، دیگه اونجا گیر میکردم. یعنی اون هلو رو میگفت، من کلا نیم ساعت حرف میزدم میگفت هاو آر یو، من گیر میکردم. رفتم یه جا مصاحبه، طرف همینو گفت، منم نیم ساعت حرف زدم، تموم شد گفت هاو آر یو، دیگه من گیر کردم. بعد سوال بعدی یارو این بود که کجا انگلیسی خوندی؟ همونجا فهمیدم که کار خرابه. گفت شما تو مدرسه انگلیسی میخونید یا خودتون میخونید؟ گفتم تو مدرسه به ما یاد میدن، ولی چیزی که یاد میدن به درد جرزم نمیخوره. همونجا فهمیدم که کار خرابه. دیگه رفتیم توی صحبت‌های روزمره زندگی، اصلا صحبت تکنیکال ما هم دیگه نکردیم، چون دیگه چیزی نداشت صحبت بکنیم، تموم شده بود. دیگه منم خداحافظی کردم اومدم بیرون. آره اینجور چیزا واقعا اوایلش خیلی زیاده و خیلی سخته، واسه هم اتفاق میفته. نکتهش اینه که ادامه بدی دیگه. برای خود من این دقیقاً. بود که یه نفر به من اعتماد کرد و گفت این آدم کارشو بلده، حالا نمیتونه صحبت بکنه، خیلی مسئله مهمی نیست، اون راه میفته. و اون نقطه شروع من بود. درسته. برای من اینجوری اتفاق افتاد. خیلی عالی. بریم وارد قسمت دوم بشیم. هرچند من یه سوالی داشتم، اگر بتونی خیلی کوتاه جواب بدی. یه جایی اشاره کردی در رابطه با رزومه، یه شخصی حالا یه تایمی گذاشته و ادیت رزومه، بعد از اون تغییرات یه اتفاق بزرگی افتاد که اینکه رزومت به استپ بعد میرسید. میتونی به صورت کلی بگی چه تغییرات خیلی زیاد، چون ما اصلا یه اپیزود داشتیم در رابطه با اشتباهاتی که توی رزومه انجام میشه و اصول استاندارد و درست نوشتن رزومه چجوریه، ولی اگه شما هم بتونی به صورت کلی خیلی کوتاه بگی به صورت تایتل که چه بخش‌هایی مشکل داشت و ادیت کردی، خیلی کمک خوبی میکنه. ببین یکی بزرگترین مشکل من این بود که اون کاری که اون پروژه‌ای که دارم، پروژه هایی که روشون کار کردم و ببین شما مثلا 2 خط فرصت داری که مثلا یه پروژه‌ای که روش کار کردی رو بهتون توضیح بدی. خب من اون کیورد ها رو به انگلیسی نداشتم، یعنی بلد نبودم که اون کیورد ها رو به انگلیسی بیام 4 تا کیورد، یعنی پروژه رو به اون یارو به اون آقا توضیح دادم و از توش تونستیم یه چیز 2 خطی بکشیم بیرون که این چیزی که من انجام دادم چی بوده. خب یعنی من یه سری فقط با این صحبت کردن یه سری کیورد های انگلیسی پیدا کردم که بتونم اون کارهایی که کردم رو بیارم روی کاغذ. مهمترین چیزی که من انجام دادم اون صحبت‌هایی بود که من گفتم تو شرکتمون داریم چیکار می‌کنیم، تو فلان شرکت من روی چه پروژه‌ای کار کردم و تونستیم رزومه من رو یعنی بندهای رزومه من رو تکمیل کنیم. اینطوری هم نبودش که مثلا 3-4 ساعت باشه، یه جلسه 1 ساعته بود، ولی همون چیزی که اینطوری داره فکر میکنه، اینطوری داره میگه باید بنویسی، همون به من کمک کرد که من شاید فقط یه بخش رزومه رو نوشتم، بقیه رو خودم بتونم انجام بدم. یعنی یه نوع فقط یه غلطک بود که بهم اون کیوردهای اولیه رو بده. خیلی عالی. پس در واقع همون بخش اکسپریانس و چیزی که ما هم اشاره کردیم مصطفی توی اون بخش ریسپانسیبیلیتی هایی که داشتیم، تأثیر و ایمپکتی که توی اون پروژه اون شرکت داشتیم، به صورت بولت پوینت و کوتاه اشاره کنیم. و مسئله هم که دوباره برمیگرده بحث پرزنتیشنه. ما معمولاً به خاطر ساختار سیستمی که داشتیم، حالا سیستم منظورم سیستم آموزشی که اومدیم بالا، پرزنتیشنمون خوب نیست و نمیتونیم خودمون رو خیلی خوب پرزنت کنیم. اینم یه جورایی میشه برگرده به اون قسمت. مثلا ما یه کار خیلی بزرگی انجام میدیم ولی نمیتونیم درست معرفیش کنیم و این یه مشکلیه که خیلی از ماها داریم و من خودم شخصا خیلی دارم تلاش میکنم اینو بهترش کنم. یه چیز من کوچیکی بگم که مستقیم برای رزومه نویسی باشه. ببین شما یه ورک اکسپریانس داری، یه سری اسکیل ها لیست میکنی. خب مثلا میگه که من جاوا اسکریپت بلدم، تایپ اسکریپت بلدم، ریاکت بلدم و مثلا توی سیستم اجایل کار کردم. خب همه اینها رو، کاری که من کردم این بود، همه اینها رو آوردم توی بخشای رزومه‌ام نوشتم. یعنی نوشتم که من روی پروژه X کار کردم، توی این پروژه از ریاکت به عنوان بیس جی اس فریم ورک اون استفاده کردم، از CSS منشه برای مثلا UI کامپوننت ها استفاده کردم و تایپ اسکریپت رو برای اینکه مثلا فانکشنالیتی بهتری داشته باشین استفاده کردم. یعنی دقیقاً
سعی کردم که اسکیل هایی رو که من لیست کردم اونجا رو بیارم توی بندهایی که از ورک اکسپریانس هم می‌نویسم. یعنی بگم که یعنی کسی که داره رزومه منو میخونه فکر نکنه که تمام این اسکیل هایی که من لیست کردم یه سری بند هایی که من آوردم. سعی کردم بگم که این اسکیل هایی که این پایین استفاده شده توی بالا تو کدوم بند، تو کدوم شرکت و تو کدوم پروژه من ازش استفاده کردم. و فکر می‌کنم مهمترین کاری هم که انجام دادم همین بود که به حداقل کسی که برای اولین بار داره پروژه رزومه من به عنوان یه فرانت اند دیولپر میبینه این اطمینان رو بدم که من این بندها رو الکی نذاشتم، توی اسکیل ها رو الکی توی رزومم نذاشتم. خیلی پوینت خوبی بود. خیلی آره. پوینت خوبی بود. آره الان جدیداً هم لینکدین اینو اضافه کرده. وقتی که یه اسکیلز اضافه میکنی میپرسه که توی کدوم پروژه یا ریسپانسیبیلیتی یا توی کدوم شرکت از این استفاده کردی، یا کسی که میاد ایندورس میکنه وقتی همکارت باشه دوباره اونجا خودش دیتکت میکنه. ظاهراً تأثیر خیلی مثبت و خوبی داره. مرسی که گفتی، من اینو انقدر دقیق بهش توجه نکرده بودم. یعنی بریم الان رزومه‌مون رو آپدیت کنیم. آره دقیقاً. خیلی سخته خدا. آره. یکی از سخت‌ترین کارهای دنیاست. مرسی ازت. من با اجازت مصطفی سوال اول رو میپرسم بعد از مهاجرت. قطعاً بدون شک ما خودمون تو ایران کار کردیم و میبینیم دیدگاهی که نسبت به خانم‌های برنامه‌نویس یا خانم‌ها هست توی جامعه ما نسبت به اینجا خیلی تفاوت داره و دوست دارم از این تفاوته بگی واسمون. اینکه وقتی که توی شرکت‌های مختلف توی ایران کار کردی و بعد یه دفعه یه تغییر بزرگ چه از لحاظ فرهنگی ایجاد میشه و میای توی محیط حرفه‌ای داری کار میکنی. چرا خودمون رو میزنیم میکایل؟ من و تو خیلی با خانم فرشته کار کردیم. اولین کسی که تیرش میخوره من و تویم، چون ما اونجا بودیم برنامه نویس بودیم، میشونم کنار ما کار میکرد برنامه نویس بود. اون استارت اول بود. به هر حال من اصلا نمیخوام بحث به هندونه زیر بغل رسیدن باشه، ولی یکی از مهمترین کسایی که همیشه خیلی زیاد من تشویق کرد میکایل بود. اصلا نمیخوام هندونه زیر بغل برسه، ولی واقعا میکایل کسی بود که خیلی زیاد اصلا همیشه حتی سعی کرد که بیشتر از اون چیزی که هستم به اعتماد به نفس بده و اجازه نده که حالا این دیدگاه روی کار من اثر بذاره. من مرسلات داریم. بله واقعا میکایل آدم خوبیه، واقعا آدم شریفیه و خیلی از من دیدم این کار کرده. جدی میگم، والا جدا از شوخیش با خیلی ها این کار کرده و روحیه داده و کمکشون کرده رشد کنه. دارید شما. مرسی. آفرین میکایل. آفرین لیلا. نه ببخشید. خب بفرمایید شما. ببین من یه چیزی که بخوام بگم، توی این 2 سال من کاملا این ماجرا رو فراموش کرده بودم. یعنی انقدر جو اینجا، یعنی اینا خیلی من فکر می‌کنم خیلی قبل‌تر از این موضوع گذر کردم و اصلا چنین چیزی رو تو نمی‌بینی. خب من الان اصلا دیگه این احساس رو ندارم که تنها دختر برنامه‌نویس تیمم. خب در حالی که توی ایران من خیلی خیلی زیاد متاسفانه این موضوع رو می‌دیدم. میدونی چجوری میدیدم؟ اینطوری میدیدم که من گفتم فکر کنم حدود 6-7 ماه من کارآموز بودم، بعد یه تجربه 7-8 ماهه از خیلی کوچیک jQuery و HTML CSS که بیشتر روی با بوتسترپ کار میکردم داشتم و بعد وارد شرکت شدم که حالا مدیر اون شرکت خیلی بهم اعتماد کرد و شروع کردم با ریاکت کار کردن و من تجربه خیلی کمی داشتم. ولی چیزی که بود این بود که من خیلی جاها اون پوزخنده که این بلد نیست این دختره رو متاسفانه دیدم. یعنی نه به خاطر اینکه میدونی پسرا من احساس میکنم خیلی بیشتر کنجکاون، خیلی چیزهایی که حتی اصلا به دیولپر مربوط نیست رو بلدن. مثلا خیلی هاشون لینوکس بلدن، در کامندهای لینوکس رو کامل واردن، ولی خیلی از حالا اون چیزی که ما میدونیم، یعنی حتی تجربه من از خودم و دور و بریام این بود که خب نمیدونست خیلی بسته تر میرفتیم جلو و خیلی هم خب اعتماد به نفس پایین تری داشتیم. ولی تنها نکته‌ای که من مثلا
2-3 روز پیش که داشتم با یکی از دوستام توی ایران صحبت می‌کردم، یه لحظه جرقه اومد که من 2 سال پیش چقدر این دغدغه رو داشتم، ولی چقدر دیگه اصلا از اون فضا دورم که اصلا یادم رفته بود که چنین چیزی حتی اصلا چنین دغدغه‌ای من داشتم. یعنی یه لحظه برگشتم به اون چند سال کاری که توی ایران کرده بودم. یعنی نمیخوام بگم خیلی تفاوت فاحشی داشت، ولی اون حالا اون حالتی که دخترها کمتر جدی گرفته میشن تو پروژه‌ها، تسک‌های چالشی کمتر بهشون میرسه رو من تو ایران داشتم. حالا شاید میتونه بخشش به خاطر این باشه که به خاطر توانایی‌های هر فرد باشه، ولی بخشش هم به خاطر این بود که شاید به دخترها خیلی اون جسارته رو نمیدادن. ببین یه پوستخند کوچیک میتونه واقعا تو رو شاید چند ماه درگیر کنه برای دخترای ما که خیلی اعتماد به نفس پایین دارن. سیستماتیک این اتفاق میفته دیگه، یعنی از جامعه هم نیست، کلا سیستم طوری چیده شده که خانوما رو پایین‌تر قرار بده و توی جامعه هم تاثیر میذاره دیگه. ببین شاید اون چیزی که الان مثلا ما توی خانم‌ها توی ایران داریم، الان توی مثلا شرکت‌های بین‌المللی شاید مثلا احساس کنن که خب به خاطر ملیت، به خاطر اینکه تو از آسیایی یا هر چیزی، ولی چیزی که اینجا من دارم میبینم، ما یه سری تعداد خیلی زیادی کورس‌های مندیتوری داریم که بخشش مثلا برای سکیوریتیه و بخشش هم برای همین چیزهای فرهنگ کاری شرکته که خیلی خیلی واضح به ما میگن که چنین چیزهایی اصلا نباید توی شرکت ما اتفاق بیفته و خیلی واضح براشون تایتل میذارن، تعریف میکنن و این باعث میشه که تو هیچ وقت به اونجا نرسی و حتی اگه به اونجا هم برسی بدونی که یه چیز غیرقانونی، یعنی یه چیز خیلی غیر از فرهنگ کاری شرکت داره برات اتفاق میفته که برای من هیچ وقت اتفاق نیفتاد، ولی میگن که رو چنین چیزایی دارن کار میکنن حتی الان و آموزش داده میشه، براشون اسم گذاشته میشه و براشون تعریف مشخصی داره. بنابراین خب تو چنین وقت چنین فرهنگ سازمانی داری کار میکنی، مطمئناً وقتی یه چیزی تعریف شده باشه، وقتی یه چیزی به همه آموزش داده باشه، کمتر برای فهم کنم پیش میاد این موارد. من یه چیزی بگم میکایل، ببخشید، تو این در قالب این ترینینگ‌ها یه چیز جالبی که حالا وجود داره، مثلا شاید خیلی از چیزا رو ما ندونیم و شما هم گفتین، اینه که مثلا شما با یه خانم اصلا با چه لحنی میتونی صحبت کنی، یا که مثلا چطور میتونی کنار ایشون وایسی، یا چه کلماتی رو میتونی بگی، چه کلماتی رو نمیتونی بگی. حالا این در رابطه با رئیسای مختلف، نژادهای مختلفی که شما باشون صحبت میکنی، و یا اینکه نوع مقابل، خانم یا آقا، یا اگر یکی تو جامعه LGBTQ چه چیزایی اجازه داری بهش بگی، چه جوری باهاش برخورد کنی، اگر مثلا قراره با هم دیگه شوخی بکنید چه شوخی اوکیه، چه شوخی اوکی نیست. و به خاطر همینه میگم سیستماتیک ما عقب میمونیم، بخاطر اینکه اصلا آموزش ندیدیم و همون ترینینگایی که به صورت سالیانه، به صورت اجباری ما باید پس بکنیم، ولی حتی اگرم واقعا هم نخونیش، فقط یه تیکه هایشو گوش کنی، خیلی اطلاعات زیادی بهت میده. دقیقاً اصلا تأثیر خیلی زیادی داره روی نحوه فکر کردن و ارتباط گرفتن. من یه تجربه کوتاه بگم. دقیقاً توی همون چیزی که فرشته اشاره کرد، توی پروسه آنبوردینگ ما توی شرکت که داشتیم 2 سال قبل، اصلا حتی بعد از اون هم دوباره ریویو میشه، تکرار میشه، طرف جوین میشه، اونم یه حالتی، یه نفر به عنوان مسئول میاد یه جلسه رو پلن میکنه و بر اون اساس میاد نکاتی رو ذکر میکنه. مثلا یه سری سوالات میگفت در مورد نحوه ارتباط، کامیونیکیشن، که اون سوالی که میپرسی باعث تبعیض میشه. مثلا اصلا من شوکه شدم وقتی اینا رو شنیدم، بعد با خودم گفتم اینا سوالات معمولیه که مردم اصلا میپرسن توی شرکت هایی که من بودم. مثلا وقتی که از یکی از سوالا این بود، یادمه، شما اصالتا کجایی هستی؟ وقتی اینو میپرسی، این یه در واقع داری تبعیض قائل میشی. یا وقتی یکی واسه مصاحبه، واسه یه پوزیشنی اپلای میکنه، وقتی ازش میپرسی که شما دیزیبیلیتی دارید یا نه، یا به خاطر این موضوع ریجکت بشه، یا اینکه طرف خانومه یا آقا، جنسیت، نژاد، همه اینها جزء تبعیض و نژاد پرستی حساب میشه و به شدت باهاش برخورد میشه. در حالی که ما توی توی کشور خودمون داشتیم دیگه، مثلا صحبت میکردیم که طرف کلی بحث‌های سیاسی و مذهبی اینجا اصلا درست نیست و اجازه نمیدن، ولی ما اصلا تایم نهارمون به اینا میگذشت و خیلی داستان‌های عجیب و غریب. اینا نکاتیه که ما
متاسفانه فکر نکنم هنوزم شرکت‌هایی که توی ایران هستن خیلی به این سمت رفته باشن که اختصاص بدن یه تایمی رو که این نکات رو توی شرکت به عنوان یک کالچر چیز کنن، به عنوان یک کالچر شرکت تعریف کنن. آخه میدونی مشکل چیه میکاید؟ ریزنش برای ما مشخص نیست. یعنی ما به فکر کالچریم. من وقتی بذار من خودمو بگم، من اگه یه نفر باشم که تو ایران شرکت داشته باشم، اینکه حال خانمای اون شرکت خوبه یا نه برای من مهم نیست. برای من سروایو کردن شرکتم مهمه. خب آیا میکائیل مثلا اگر کرده براش حالش خوبه یا نه برای من مهم نیست، چون ارزش انسانی که اونجا خیلی مسئله مهمی نیست، اصلا برامون تو سطح جامعه هم تعریف نشده. اینجا در واقع دلیل اولش، حالا جدا از اینکه اجتماعی خیلی دلیل بزرگی داره، اینه که شما وقتی به سمت این چیزا میری از کار خارج میشی، از کار دور میشی. یعنی اولین جایی که ضربه میخوره شرکته. هرت کردن یه خانومی توی پوزیشن کاری، اولین چیزی که باعث میشه اینه که ایشون 2 ماه 3 ماه روانش درگیره، کارش درگیره، نمیتونه تمام خودشو بذاره. برای من اتفاق افتاده که میگم ما یه خانومی داریم QA خیلی هم قویه، یعنی واقعا قوی ترین QA که من در تمام زندگیم دیدم و اسکیل‌های مهندسی وحشتناکی داره. خیلی واقعا کاراگاهه. یه چیزی ندیده تشخیص میده چه اتفاقی کجا افتاده. این خیلی خوب QA میکرد. روز اولی که من وارد تیم شدم بهش گفتم نیکول بابا تو پدر ما رو درآوردی، مثلا به انگلیسی به شوخی بهش گفتم انقدر QA نکن. حالا همیشه بهش میگفتم آقا اصلا نباشی پوست ما کنده است، چون میری رو پروداکشن ارور میخوره دیگه. تو در واقع داری از ما محافظت میکنی. یه بار این شوخیو کردم، همین در این حد که مثلا پوست ما رو کندی انقدر ارور پیدا نکن، اصلا ارور نداشت. شوخی اینجوری توی یک گروهی خیلی هم تازه با هم صمیمی بودیم. در جا منیجرم به من پیغام داد، در جا، یعنی پیغامو خوند، گفت مصطفی من میدونم تو شوخی میکنی ولی محبت کن، از این به بعد از این شوخی‌ها نکن، به خاطر اینکه حالا جدا از اینکه ایشون خانومه، تو وقتی همچین حرفی میزنی اون احساس میکنه که کار اشتباهی داره میکنه و ممکنه از سری بعدی دیگه این کارو تکرار نکنه، یعنی کم بذاره تو کارش، بخاطر اینکه فکر میکنه داره تو رو هرت میکنه یا تو رو داره اذیت میکنه. یعنی یه همچین چیزایی در نهایت برمیگرده میره به اون درآمد شرکت، به اون چی میگن پرفورمنس شرکت که شما داری اون رو اذیت میکنی. شرکت از خودش داره حمایت میکنه و در نهایت شما رو حمایت میکنه. این اگه این کالچر، این طرز فکر تو سر فاوندرهای ایرانی بیفته که آقا من اول از خودم دارم حمایت میکنم، از تیم خودم دارم حمایت میکنم، از شرکت خودم دارم حمایت میکنم، شاید نم شروع کنن این ترینینگا رو شروع کردن. وگرنه سورسش که تو اینترنت فراوونه، فقط کافیه ترجمهش کنی به فارسی، تموم شده رفت، هیچ چیز دیگه ای هم نداره. اون میک سنس نمیکنه برای یه دونه میدونی کارآفرین ایرانی که من انقدر هزینه کنم یه نفر 3 ساعت بشینه یه ترینینگ یاد بگیره که مثلا با همکارش درست برخورد کنه. نه، نفر اول خود شمایی که منتفع میشی. شاید اینجوری بهتر بشه توجیهشون کرد که به اون سمت برن. درسته. صدق الله العلی العظیم. خب بریم سراغ استپ بعد. شما حرفی نکته‌ای هست فرشته که بخوای اضافه کنی یا بریم قسمت بعد؟ فریز شد. آره تو چه صحنه‌ای هم فریز شدم. من نمیدونم حالا اصلا بحثش اینجا میشه یا نه، ولی حالا چون بحث این ترینینگ کورس ها که حالا خیلی هم زیاده برای ما، یه سری سکیوریتیه، یه سری اصلا اینکه توی آفیس ما چجوری، و خیلی هم تکرار میشه. یعنی هر سال اینطوری نیست که یکی باشه، هر سال به نحوهای مختلفی همون محتوا دوباره داره برای ما تکرار میشه، دوباره باید ببینیمشون و بگذرونیمشون و یعنی همش دارن به ما اینا رو دوره میکنن. یه چیزی که خیلی براشون مهمه همین بحث فیشینگ و ترینینگ، یعنی سکیوریتی، چیش میگن سکیوریتی ترینینگ و این چیزاست. و مثلا برای ما حالا یه سری کورسایی که بود، جدای از اون که ما حالا مثلا باید اون دوره‌ها رو میدیدیم، سوالاشو جواب میدادیم و اینا، یه چیز دیگه ای بود، این بود که هر چند وقت یه بار یه لینک یا یه ایمیل برامون میفرستادن و این ایمیل اینطوری بودش که فیشینگ بود و نباید بهش روش کلیک میکردی. و یکیش این بود که یه برای جشن ایستر بیا و این بازی رو انجام بده، این روی این لینک کلیک کن، ما از طرف آماده و فلان چیزو بهت میدیم. و من روش کلیک کردم و گفتن که خب شما باختی، که این چیز فیشینگ بود. و اینطوری هی دارن بیشتر ما رو ذهنمون رو بهش آگاه میکنن که
نه تنها توی اون کورس باقی بمونه، بلکه روش‌های عملی هم بهمون میگن. من فکر می‌کنم سازمان که از یه حدی بزرگتر میشه، چیزی که توش مهمه همون روش‌های مدیریتیه. ما و اینطوریه که میتونن سازمان رو که خیلی مثلا بالای 1000 تا 2000 تا کارمند داره، تعداد زیادی ساب کمپانی داره و برانچ های زیادی تو دنیا داره رو، اینطوری میتونن اطلاعاتشون رو به هم تجمیع کنن. ما یکی از چیزهایی که باید پر کنیم، یه چیز کوچیک من اینجا باز کنم، ما توی ایران صبح شروع کردیم به کار، کد زدن، یه تسکی داشتیم، حالا قبل کرونا که اصلا توی اجایل هم نبودیم، استندآپ نداشتیم، ولی اینجا اینطوری نیست. اینجا ما خیلی کارهای دیگه ای جز اون کد زدنه باید کنیم. یعنی کد زدنه فقط بخشی از کار روزانه ماست، بخش زیادیش شرکت توی جلسات، پر کردن یه سری از فرم هاست. یکی از این فرم ها IPPM و Integrated Performance and Process Management. اینطوریه که ما هر تسکی که توی اسپرینتمون هست به یه اپیک لینکی وصله. اپیک یعنی مجموعه ای از تسک‌های کوچکتر و این اپیک نیمه یعنی به هر کدوم از این تسک‌های ما وصله و ما آخر هر ماه باید بیایم این تایم شیت رو پر کنیم. اینطوریه که میگیم هر روز دقیقاً چند ساعت یا چند درصد از روزمون رو به این اپیک اختصاص دادیم و اینطوری اینها میتونن روی باجتشون، روی سورسی که از حالا علاوه نیروی کاری هست، کنترل بیشتری داشته باشن و بدونن که حالا مثلا ماه قبل اینقدر روی این زمان یا روی این موضوع باجت گذاشتن یا ریسورس گذاشتن. چقدر عالی، مرسی که گفتین. ما اینو نداشتیم و خیلی واسم جالب بود. فقط اینجا یه سوالی که دارم، این تایمی که پر میکنید اینجوریه که چک میکنن که یعنی یه چیزی که توی ذهن طرف شاید ایجاد بشه که این تایم پر کردن به ازای تسکه به خاطر چیه؟ فقط به خاطر اون بحث بودجه و بحث باجت کمپانی برای اون بخشای پروداکت یا به خاطر پرفورمنس کارمنداشه؟ به من فکر نمی‌کنم به خاطر پرفورمنس کارمنداش خیلی باشه، با اینکه خود تعریفش همین Integrated Performance and Process Management. بیشتر فکر می‌کنم بحث‌های همون باجت و ریسورس مدیریتی، یعنی میتونن اطلاعات رو از این طریق خرج می‌کنن. برای پرفورمنس چیزهای دیگه‌ای داریم، مثلا انگیجمنت سروی که نمیدونم حالا چند چیزی رو شما دارید یا نه، که ما 3 ماه یه بار پر میکنیم و اینطوریه که راجب اصلا احساسمون راجب اون اون مسیر رشدتون. حالا من اینو بیشتر بعداً توضیح میدم. یه چیز دیگه، ما یه انوال پرفورمنس ریویو داریم که اول هر سال کاری یه سری ابجکتیو، یه سری گل تعریف میکنیم برای خودمون که 70% این باید مربوط به بیزینس باشه و 30%ش مربوط به خود، یعنی اون مسیری که خودمون برای شغلمون در نظر گرفتیم باشه. و اول خودمون میشینیم مینویسیم که من برای سال کاری آینده این ابجکتیو رو در نظر دارم و باید چیزایی بنویسیم که حالا قابل اندازه‌گیری باشه. مثلا نمیتونیم بنویسیم که مثلا روی فلان پروژه بهتر کار کنم یا روی اون قسمت تکمیل کنم. مثلا باید بنویسیم که مثلا روی این پروژه، این قسمت‌های پروژه بهتر کار کنم، یا این قسمت از پروژه که فکر می‌کنیم نیاز به بازنویسی داره رو ما تو این سال باید کار کنیم، یا این پروژه رو به 70% از تست کاورج برسونیم و این رو انجام بدیم. خودمون می‌نویسیم، بعد توی جلسه با حالا اون لاین منیجرمون راجع به صحبت می‌کنیم و اون هدف سالانه‌مون رو در میاریم و حالا بر حسب این هدف سالانه هم به بیزینس هم یه بخشی از حقوق ما، یعنی 10% از کل اون قرارداد سالانه کانترکت ما آپ تو 10% این بر حسب این پرفورمنس ریویو ما تو آخر سال بعد به ما برگردونده میشه. و پایان سال خودمون دوباره اول خودمون میایم ریویو میکنیم که فکر میکنیم چقدر از اون گولا رو تونستیم بزنیم.
خب چند درصدش رو تونستیم بزنیم، تو کجاهاش ضعف داشتیم و اگر ضعف داشتیم آیا شرکت به ما چنین امکانی نداده بود. یعنی مثلا من گفتم که میخوام که مثلا تو CI/CD یا توی گیت یا هر چیزی میخوام قوی بشم. شرکت میاد میگه که اوکی من مثلا 2 تا سایت مثلا پورار سایت و لینکدین رو اکانتش رو در اختیارت میذارم، یا اگر میخوای که یه کورس مثلا راجع به پایتون یا هر چیزی ببینی، من این رو در اختیارت میذارم، میتونی بخری و که در راستای همون ابجکتیوهای سالانت باشه. و اول خودمون ریویو میکنیم، بعد مدیرمون روش میبنده که اوکی مثلا تا این درصد تونسته این آدم به اون هدفها برسه و نسبت به اون ما اون انوال پرفورمنسمون رو میگیریم که بنا به درصدش بهمون پولش میده. درسته، خیلی عالی. مصطفی میوت هستی اگه؟ نه هیچی، فقط می‌خواستم بگم خیلی موضوع مهمیه، ولی خب متاسفانه به نظرم قابل اجرا تو ایران نیست. به خاطر اینکه توی ایران ما اون ریسورس رو نداریم. اینجا شما مثلا حالا صحبت لرنینگ شد، یودمی رو شرکت یه اکانت داره، شما وصل میشی بهش با سینگل ساین ان، میری توی اون میخونی. مثلا میگی من گولم اینه که فلان چیزو یاد بگیرم، میری اونجا میخونی، شرکت هم کلی داره پرداخت میکنی، یه اکانت کلی دارن. توی ایران امکان پذیر نیست. و اینکه اصلا سیستم مدیریتی یه شرکت توی ایران به این صورت نیست. یعنی اینجا به ازای هر چند نفر یه مدیری وجود داره، یه تکنیکال منیجر، یه هیومن منیجر، اینا میشینن با شما هر هفته وان آن وان دارن صحبت میکنن، گلاتو میدونه، کمکت میکنه، مسیرت میده. مثلا باجت یه شرکت چیز توی ایران جوابده نیست بابت همچین چیزی. ولی خب ما اینا رو شیر میکنیم برای اینکه اگر یه نفر باجتشو داشت، یا اینکه مثلا یه راهی پیدا کرد برای اینکه اینو پیاده سازی کنه، شاید یه نفر اصلا ایدهش به سرش رسید که آقا خب این وبسایت‌های ترینینگ چیه که اینا دارن، منم میتونم پیاده سازی کنم، چون واقعا چیز عجیبی نیست، مثلا خودش یه ایده استارتاپیه. یعنی که چه بدونم یاد بده که اینا رو اجرا بکنن. ما اینا رو شیر میکنیم که بتونیم این نالجی که اینجا کسب کردیم با شمایی که توی ایران دارین زندگی میکنین به اشتراک بذاریم. شاید بشه یه جوری یه راهی پیدا کرد که اون نحوه کار کردن اونجا رو قوی‌تر کرد که همه متخصصایی که هستن مجبور به فرار نشن و یه سری هم بمونن اونجا و کارشون رو ادامه بدن و اون کشورم ساخته بشه. اتفاقی که برای یه اسلام چیز توی هم بگم. ما وارد یه شرکت که میشیم، مثلا وقتی یه سازمان خیلی بزرگ باشه، یه سری امکانات، یه سری حالا ریسورس هایی هستش که ما ممکن ازش باخبر اصلا نباشیم. خب و مثلا حتی این شرکت این امکانات در اختیار ما میذاره، ولی ما اصلا نمیدونیم که مثلا چنین چیزی هست. مثلا شرکت نمیدونم یه کارتی مثلا میده، مثلا ترافل اینداستری کارت، که من مثلا یه سال اولی که اومده بودم نمیدونستم چنین چیزی هست و اینطوری بود که مثلا برای یه سری از هتل ها یا برای یه سری مثلا برای دوچه بانک قطار آلمان ما یه سری تخفیفات داشتیم و یا حتی مثلا همین سرویس های یا همین برای پورار سایت یا یودمی من نمیدونستم اولا که چنین چیزی هست. بنابراین اگه ما بدونیم و بریم از شرکت درخواست کنیم، ممکنه که چنین امکاناتی شرکت بقیه شرکت ها هم بذارن، یا مثلا خیلی از شرکت ها یه سری بودجه هایی برای شرکت توی کنفرانس ها، شرکت توی چیزای آموزشی دارن و اینها فقط باید درخواست بشه. حالا خیلی موقع توی خبرنامه‌هایی که برام میفرستن که خیلی اصولا نمیخونیمشون هست، ولی یه موقع‌هایی هم یعنی اینطوری نیستش که یعنی گرانتد باشه، باید درخواست کنید تا بهتون اون رو بدن. دقیقاً. یه چیزی من میکاجم جان ببخشید من هی نمیذارم تو حرف بزنی. من یه خواهشی دارم از کسایی که تو ایران حالا دارن کار میکنن، لازم نیست این یودمی و اینا رو هم داشته باشید، دسترسی داشته باشید. حالا شاید فرادرس و اینا که بودن اون موقع که ما بودیم یه همچین سیستمی پیاده کرده باشن که بتونن پارتنرشیپ داشته باشن با اون آره. کمپانیه که بتونن کار کنن. یه خواهشی دارم از اونایی که دارن مدیریت میکنن، این جلسات وان آن وان جدی بگیرید. یعنی خیلی مهمه. حداقل هفتگی با کسی که دارید باش کار میکنید و منیجش میکنید جلسه داشته باشید که بتونید به ایده های طرف، به خواسته های طرف لااقل نزدیک باشید، که بدونید دوست داره کدوم وری بره. شاید یه ریسورسی توی شرکت هست که اون چیزی که این بنده خدا میخواد داره، شاید بتونی یه چیز بهتری ازش بکشی بیرون و تاثیر به شدت زیادی توی روحیه کاری افراد توی شرکت داره. این دیگه هزینه هم نداره که یه جلسه یه ساعت است. حتی اگه بشینید با هم گپ و گفتگو هم بکنید، بگید بخندیدم، بهتر از اینه که نباشه. حداقل یه ذره به هم دیگه نزدیک‌تر میشین، ایده‌های بیشتری میگیرین. این دیگه خیلی قابل اجراست دیگه، از این دیگه ساده‌تر چیزی نداره.
اینم گفتم آره. بگم اگه بتونن اجرا بکنن بد نیست آره واقعا. واقعا یه چیزی هم که هست، واقعا اگر کسی که بحث مدیریت یک کمپانی رو داره انجام میده، واقعیت رو بگم الان بیشتر مدیرهای موفق، خیلی همون اینو شنیدیم و دیدیم، حتی به سمت لیدر شدن دارن میرن و اون بحث وقتی طرف لیدر میشه قطعا روحیه و حس و حال کسایی که باش کار میکنن رو باید درک کنه و اگر اینجوری نباشه اصلا لیدر نیست و توی اون سبک سنتی مدیریت و رئیس و این داستانا میفته. چیزایی که ما متاسفانه اون کسایی که توی اون پوزیشن هم قرار میگیرن خودشون هم نمیرن توی این حوزه مطالعه هایی بر سبک ساختار درست داشته باشن و فکر میکنم که همون سبک و روال قدیمه که حالا دیگه مدیر شده و این داستانه. هرچند که الان شرکت‌های خوب توی ایران هر کسی همینجوری به اون جایگاه نمیرسه، ولی حالا ما بگیم شرکت‌های تو حوزه در سطح متوسط یا کوچیک اگه این رو ندارن، واقعا این استپ باید از این قدم باید از سمت مدیریت به سمت لیدر شدن و بعد کامیونیکیشن و ارتباط صورت بگیره. خیلی خوبه. مرسی ازتون. حالا مصطفی سوالی دارید شما بپرسی یا؟ من سوالی ندارم، فقط البته یه دونه سوال دارم ولی خیلی بزرگه، شاید بتونیم سری بعد فرشته جان رو دوباره دعوت کنیم بیاد در رابطه با اینکه میگن آلمانیا خیلی سخت کار میکنن. این خیلی برای من سوال بزرگیه که چیکار میکنن این آلمانیا که اینقدر شهرن، ولی فکر میکنم خیلی زمان ببره و بهتره که یه سشن دیگه داشته باشیم که اصلا در مورد تجربیات شما صحبت کنیم، یه مقدار از اون فضای کاری فاصله بگیریم به عنوان یه خانم و چالشایی که داشتین، چون یه بخشی از هدف ما اصلا شیر کردن اون بخش تکنیکاله و یه بخشی از هدفمون شیر کردن اون تجربه اون مهاجریه که حالا به عنوان یه نیروی آیتی رفته توی یه کشور دیگه داره کار میکنه، با اون فرهنگ اون کشور چجوری اینتگریت شده و چه چالشایی داشته. حالا اگه موافق باشه میکائیل یه بار دیگه در مورد اون صحبت کنیم. قطعا، چرا که نه. ولی اگه نکته‌ای هست میخوای اشاره کنی فرشته، میوت هستی فقط. نکته خوبی بود، نکته خوبی داشتم میگفتم. آره. من اگه بخوایم بحث رو بشکافم خیلی زیاد میشه، چون هم گدایی آره زیاد دارم هم درسته. مسائل خوب زیاد دارم. درسته. آره. یه مسئله که هست، حالا به اون بحث گروز پلن و اون بحث این که سالیانه و هر چند ماه یه بار اینا رو ریویو میکنید، نکته خیلی خوبی اشاره کردید. پس در واقع یه سوالی که واسه من اینجا پیش میاد اینه که شما خودتون اون چیزی که دوست دارید رو به عنوان هدف و گل تعریف میکنید، درسته؟ شرکت یا چیز نمیاد این کار رو انجام بده؟ نه، ببین اول یعنی یه پیشنویسش رو خودمون مینویسیم. خب با این توجه که 70% این باید در راستای بهبود بیزینس باشه و 30% در مسیر بهبود حالا اون دیولپمنت پس خودمون باشه. خب یعنی اون مسیری که برای رشد خودمون در نظر گرفتیم 70%ش باید مربوط به بیزینس باشه. خب می نویسیم که این آیتم ها چیزاییه که من فکر میکنم که مثلا توی فلان پروژه یا توی روال کاری ما نیاز به بهبود داره و من میخوام چیزهایی که قابل اندازه‌گیری باشه و مشخص شده باشه روی اینها امسال کار کنم. این رو ما مینویسیم، میره دست لاین منیجرمون یا همون انجینیر منیجرمون، ایشون روش فیدبک میده و توی جلسه دوباره با هم میشینیم و تمام اون گل ها رو خیلی جزئی در میاریم که چیزی باشه که اولا توی یه سال قابل رسیدن بهش باشه و دوما قابل اندازه‌گیری باشه که آخر سال بتونیم بفهمیم که چقدر چند درصد این هدف‌ها رو تونستیم بهش برسیم. اینجا هم همینه ها. فکر میکنم تو هلند یه مقدار متفاوته، ولی اینجا هم تقریبا همین جوریه که 30%ش مال خودته. ولی خب اینجوری هم نیست که بگی من خلبانی میخوام یاد بگیرم، میگه به درد ما نمیخوره، نمیخواد دقیقاً باید خلبانی. تو راستای همین حالا یا هارد اسکیل باشه یا سافت اسکیلایی باشه که در نهایت به شرکت کمک کنه. درسته. آره تقریبا ما هم همینه، ولی در رابطه با بحث اکانت اینا، مثلا ما اکانت یودمی که داریم دیگه محدودیتی نداره، طرف هر کورسی رو که میخواد حتی در راستای چیزم نباشه توی تایم بعد از کاری میتونه اونا رو چیز آره کنه. اون اینجا هم فکر کنم مال ما که همینه، مال فرشته جان فکر کنم همینه، یعنی تو وقتی بس شدی به اون دریای مال تو، هر کاری دوست داری بکنی بکن. آره.
ولی توی اون بخش گل هاست 30% اینه که میگه آقا من مثلا اصلا پی اچ پی دیولپرم میخوام پایتون دیولپر بشم. برو اون تو بذار. کاریت ندارم. ولی اون 70% بقیه رو شما باید یه جوری تعریف کنی که با پروژه های شرکت الاین بشه، به شرکت کمک بکنه، در کنارش خودت هم رشد میکنی ولی به شرکت هم باید کمک بکنه. این یه جوری تو رو خوشحال نگه داره، اونم خوشحال نگه داره. ببخشید. آره. ما این اکانت پولدار سایت رو مثلا میگیریم اینطوریه که چون شرکت یه سری حالا نمیدونم احتمالاً یه سری ممبر میتونه داشته باشه، اینطوری نیستش که به همه به صورت کامل این دسترسی رو بدن. من درخواست میکنم که این اکانت رو داشته باشم، یه اکانت توی این سایت داشته باشم و تا زمانی که اینا میبینن که من دارم از کورس ها استفاده میکنم اون دسترسی رو به من میدن. اگه ببینن که تو 2 ماه 3 ماه هیچ کورسی رو ندیدی، یه ایمیل میزنن و میگن که ما یه سری آدم دیگه داریم که توی صف هستن و اونها شاید از تو بیشتر راغب باشن که این کارو بکنن. برای تا زمانی که تو این کورس ها رو میبینی و اونا میبینن که تو یه سری یعنی توی این پروگرس داری، شما اکانتتون هست. ولی اگه 2 ماه 3 ماه ببینن که چنین کاری رو شما استاپ کردید، اکانت از شما گرفته میشه و شما باید دوباره درخواست برای اکانت. احتمالاً تعداد سیتایی که دارن محدوده به خاطر پلنشون. آره این حالا آره. مدیریت هزینه شرکت. حالا من یه چیز در مورد آره. شرکت خودمون بگم. ما اکانت آمازون هم داریم. جالب نیست، میتونیم بریم خرید کنیم ولی نه هر چیزی که بخوایم. ما این روز اول به من نشون دادم، منم هر چی دلم می‌خواست خریدم. 2 تا مانیتور گرفتم. تو ایران که نمیدادن مانیتور به ما، که لپتاپ هم نمیدادن، چه برسه مانیتور. مانیتور گرفتم، بعد یه دونه رو گرفتم پس دادم. بعد منیجرم گفت چرا پس دادی؟ گفتم تازه فهمیدم که مکبوک 2 تا مانیتور بیشتر ساپورت نمیکنه. اگه به من بود اینجا اتاق فرمان درست میکردم با تعداد مانیتور، ولی نمیکنه. مکبوک ساپورت نمیکنه، تقصیر من نیست. من گفتم دلتون بسوزه، ما آمازون هم داریم. پس فکر کنم مدیرتون فکر میکرده که خیلی دلسوز و اینا هستی که گفته فکر کرده که اضافی، یعنی اون حالت مسئولیت پذیری رو چک کرده که گفته به مصطفی خیلی دلسوز شرکت مانیتور رو پس داده. آره اینم بزرگترین اشتباه زندگیم اینه که اینه گرفتم از شرکت. یعنی این بزرگترین اشتباه. نکنید این اشتباهو. اگر دارید میرید تو آیتی کار کنید، اصلا این هدفون رو نخرید. از نظر من گردن درد میاره براتون. من دیدم خوبه، بیرونم خودم نمیخرم، گرفتم، شرکتم داد، بعد پشیمون شدم دیگه، دلم نیومد، گفتم خدا وکیلی نامردیه دیگه. الان بگم اینو بگیرید یکی دیگه بدید دیگه خیلی سه. چون من تو باشگاه خیلی میبینم که خیلی سنگینه، خیلی سنگینه. انگار وزنه گذاشتن سونی واسه خیلی گردن بخوای بهتره. چیز کنی. آره به سونی جای خیلی این بهتره. سونی یه دونه داره که رقیب اینه، هم نصف قیمت اینه و خیلی هم دقیقاً. عالیه. اتفاقا اونی که آپشن سونی بود ما گفتیم بذار با اپل بریم. اشتباه کردیم. درست. نکنید اشتباه من نکنید. خوشگله. میگه کار خودت نیست، کادون که خودت نکن. من اینجوری بود. هول شدم ببخشید. خواهش. آره. یه سوال دیگه، بحث بزرگترین چالشی که داشتی توی شرکت چی بوده؟ یعنی اگه بخوای به یه دونه اشاره کنی که خیلی چالش سختی بوده واسط و اونو حلش کردی، بتونی اشاره کنی خیلی خوب میشه. من اگه بخوام بزرگترین چالشم رو توی این 2 سال بگم، اضافه شدن یه انجینیر منیجر جدید یا هم لاین منیجر جدیدم بود که 2-3 ماه بعد از اینکه من به شرکت اضافه شدم ایشون اومد و حالا اولاش که خب هم من جدید بودم هم ایشون جدید اومده بود، خیلی همه چی دوستانه و خوب و اینا بود. ولی بعد یه مدت من احساس کردم که یه سری روال ها داخل تیم ما درست نیست و به خاطر همین مثلا ما قرار بود که یه تسکی رو بر اساس اون زمانبندی سایزینگ که داده بودیم مثلا قرار بود توی 5 روز تموم کنیم و حالا نتونسته بودیم که اون رو سرموقع دلیور کنیم و من خیلی خیلی میتونستم براش دلیل پیدا کنم. ولی توی وان تو وان و چند بار هم توی رترو من این بحث رو مطرح کردم و احساس کردم که این بحث جوری چرخید که باز نوک پیکان سمت خودمه. یعنی اینکه من کاری رو باید انجام میدادم یا حتی اون آدمی که مثلا داره از یه چیزی انتقاد میکنه باید کاری رو انجام میداده که درست انجام نداده. و اینطوری بود که من یعنی توی جلسه‌های وان تو وان واقعا احساس بدی داشتم
و چون گفتم خب من اگه من این مشکل رو بگم، مشکل برمیگرده سمت خودم. با یکی دو تا از همکارام صحبت کردم، اینها هم احساس مشابهی نسبت به این دارن و دیگه نمیدونستم چیکار کنم. یعنی از یه طرف دوست نداشتم که بگم که اوکی من اصلا این موضوع رو رها میکنم، چون واقعا موضوعی بود که هر 2 هفته یه بار، یعنی توی روزمره ما داشت اتفاق میافتاد و منو اذیت میکرد و از طرفی هم نمیدونستم راه حلش چیه. من تصمیم گرفتم که برم با یه مدیر یک سطح بالاترم صحبت کنم، سینیور منیجرمو صحبت کنم. ولی از یه طرفم احساس اینو داشتم که نکنه مشکلی که من توی تیمم رو دارم انتقال میدم به بیرون و میدونی توی ایران ما احساس زیرآبزنی داریم این موقع‌ها و این خیلی احساس بدی بود. من با یه آدمی که خیلی توی مسائل کاری یا حتی خیلی مسائل دیگه باهاش صحبت میکنم ازش بهش گفتم چه مشکلی پیش اومده و من 2-3 بار با خودش صحبت کردم ولی احساس میکنم که شنیده نمیشم و حرف من مورد قبول واقع نمیشه ولی از یه طرفم اینطوریه که دلم نمیخواد حالت زیرآبزنی داشته باشه. و اون آدم یه حرف خیلی خوبی به من زد. گفتش که گفتم که آره مثلا اینطوریه که ما دیگه توی مثلا بین همکار یکی دو تا از همکارام که حالا خود با هم صمیمی‌تریم اینو دست میگیریم یه موقعی، مثلا میگیم که آره مثلا باز این سایزینگ ما مثلا اشتباه در میاد یا همچین چیزی، باز ولی برمیگرده به خودمون، پس هیچ نگید. و گفتش که اتفاقا وقتی شما میاید و با همکارات این چنین چیزی رو مثلا دست میگیرید، این راهکار سازنده نیست، به خاطر اینکه هیچ هدفی نداره جز اینکه شما اون ناراحتی و اون حالا اون احساس بدی که دارید رو به یک شیوه اشتباهی دارید بروز میدید. اتفاقا مسیر درست و راهکار سازنده اینه که شما وقتی که میبینید که با اون شخصی که باش مشکل داری نمیتونی به یه راهی برسی، ببین اگه با یه هم تیمی من مشکل داشتم خب میرفتم به مدیرم گفتم، ولی وقتی مشکل خود اون مدیره است یه خورده اوضاع پیچیده تره. و گفت اتفاقا این راهکار سازنده ایه. و بعد من فهمیدم ما یه چیزی داریم به اسم Organization Self Healing یا همون ترمیم درون سازمانی. یعنی سازمان ها یه سری فرایندها و راهکارهایی دارن که سعی میکنن که ایرادات داخل خودشون رو شناسایی کنن و بتونن از درون خودشون رو ترمیم کنن. و من رفتم با اون سینیور منیجر اون صحبت کردم، اتفاقا چون چند بار قبلا دیده بودمش و خیلی هم میدونستم که آدم منطقیه. باهاش صحبت کردم خیلی راحت، گفتم ببین این موضوع هست، من باهاش صحبت کردم و به نتیجه نرسیدم. و اونم خیلی حرفه‌ای نه اصلا بحث کرد که این تو چی گفتی، اون چی گفت فلان، و فقط اومد روی رول هایی که داشتیم و روی چیزهایی که توی سازمان به عنوان حالا هدف ماست تاکید کرد که ببین برای چنین کاری باید چنین موضوعی رو پیش بری یا چنین راهکاری رو پیش بریم. خب یعنی اصلا نه از من نه از اون. و خیلی خوب بود این جلسه، خب به خاطر اینکه من احساس کردم شنیده شدم. یه اتفاق دیگه که توی همین دوران افتاد این بود که ما همون انگیجمنت سروی که قبلا بهش اشاره کردم اینطوریه که بهش میگن ایمپلوی انگیجمنت سروی، اینطوریه که حس و حال کارمندها و کلاً اینکه کارمند چقدر از سازمانی که توش احساس رضایت میکنه، چقدر سازمان رو به دوستاش به عنوان یه سازمان خوب پیشنهاد میده و چقدر خودش و آینده خودش رو تو این سازمان میبینه. خب بدون اینکه حالا اطلاعاتی از شما باشه، ما هر 3 ماه یک بار یک سری از این فرم‌های ارزشیابی رو پر میکنیم. بخشی از این انگیجمنت سروی در واقع مستقیما به تیمی که داری توش کار میکنی و لاین منیجر برمیگرده. و خب ما همه تیم اون رو پر کردیم. برای تیمم میتونم بگم که سوالش اینطوریه که تو چقدر فیدبک میگیری، فیدبکی که داری میگیری چقدر موثر بوده توی کار کرده، تو آیا روالی توی تیمتون هستش که نیاز به بهبود داشته باشه، اونها چیه و احساس تو از کار کردن توی این تیم چیه. و خیلی به وضوح حالا این نتایجش میره به سمت مدیرای بالادست و اونها این نتایج رو ارزیابی میکنن و تمام اینها هم حالا نمودارهای تحلیل شدهش برای ما میاد بعد از مثلا 1 ماه اینا که ما هممون میتونیم ببینیم. و مثل اینکه حالا بچه‌های دیگه هم چنین احساسی رو داشتن، یعنی هم‌تیمی‌های من، و مدیر من خودش اومد و توی
جلسه وان تو وانمون گفتش که اه، البته هم وان تو وان هم وان اووان گفتش که آره ما نسبت به 2 تا حالا 3 ماهه قبلی خیلی نتایج پایین‌تری داشتیم و این مستقیما برمیگرده به من. برای من خیلی مهمه فیدبک تو به من چیه. خب و من هم چیزایی که فکر می‌کردم و شاید قبلا هم گفته بودم و خیلی خیلی دوستانه و بدون اینکه دیدی من گفتم و اینا دوباره بهش گفتم. و این حالا این چیزی که داشتیم بود که 2 تا کار اتفاق افتاد. یکی این که سینیور منیجر ما که خوش توی برلین نیست اومد برلین و حالا نمیدونم توی سطح مدیریت چه اتفاقی افتاد، ولی اومد با ما جلسه نهار گذاشت، صحبت کرد. و یه اتفاق دیگه هم این بود که مدیر ما یه سری جلساتی ست کرد بدون حضور خودش و گفتش که راجع به این حالا موضوعهایی که شما احساس میکنید که خوشحال نیستید یا احساس میکنید که توش ضعیف هستین، یعنی خودش، صحبت کنید و نتیجه این رو برای من بفرستید. و ما توی 2-3 تا جلسه تمام اون موضوعایی که توشون احساس میکردیم که خوشحال نیستیم، توشون احساس میکردیم که داریم درجا میزنیم و یا حتی باعث میشه که ما نتونیم اون پرفورمنسی که خودمون سراغ داریم و برای کار بذاریم رو انجام دادیم. نمیتونم بگم که همه چیز مثلا خیلی سریع گل و بلبل شد یا حتی گل بلبل شده. فقط پوینت من این بود که تو چنین سازمانی احساس میکنی که شنیده میشی و احساس میکنی که مشکل داشتن با یه فرد بنبست برای تو و عوض کردن کارت نیست. و این یعنی وین وین دیگه. منو میدونید یاد کجا میندازید؟ حداقل من خیلی داشتم. تو ایران ما همیشه یه جلساتی تو حیات شرکت داشتیم. در مورد یه موضوعی داشتیم بحث میکردیم. یه موضوعی که نمیتونستیم به کسی بگیم و همه تو سطح خود ما بود. میدونی این کار شرکت هم ضربه میزدی، یعنی بی حال میرفتی سر کار، حال ندیم بابا ولش کن، اینا که اهمیت نمیدن. ولی اینجا خب باعث میشه شما هم شنیده بشی، همین که سیکل تغییر بکنه معیوب نمونه. و چقدر جالب که خود طرف اومده بنده خدا چقدر کار سختی اون انجام داده که اگه دوست دارید مثلا به من فیدبک بدید و برید پشت سر من حرف بزنید، بعدم بیاید بهم بگید واقعا کار سختیه، دمش گرم. حالا کار نداریم من فکر میکنم که اینجا نیرو رو حداقل بعد از 6 ماهی که ما قراردادمون پرمننت میشه، نیرو رو به عنوان یک دارایی خودشون حساب میکنن و چون براش هزینه میکنن، چون بهش آموزش میدن، هر امکاناتی که بخواد در اختیارش میذارن، بنابراین جدا شدن از نیرو براشون بسیار بسیار هزینهش بیشتره. به خاطر همین تا جایی که میتونن تلاش میکنن که نیرو رو نگه دارن و نیرو رو خوشحال نگه دارن که بتونه آینده خودش رو توی سالهای آینده هم توی همین سازمان ببینه. درسته. دقیقا من یه مقایسه‌ای که اگه بخوام انجام بدم با تجربیات قبلی خودم توی ایران، همین چیزی که مصطفی میگفت دقیقا باعث میشد که جلسات حیاتی، جلسات تایم سیگار و تایم قهوه و این داستانا. و بعد یه جوری بود که مثلا ما توی یه اتاقی که مثلا 20-30 نفر بودن از دیولپرها، تیم شده بودن که اطلاعات بین همه بچرخه و هر سری یه دسته میرفتن یا واسه سیگار یا واسه قهوه و اون اطلاعات میچرخید و این باعث میشه که محیط سمی و پرحاشیه توی شرکت به وجود بیاد و خیلی افتضاحه. و من خودم خدا رو شکر اون حس و حال خیلی خوبی دارم که تا جایی که تونستم سعی کردم از این دور بمونم، ولی ناخواسته وارد می شدم و آخرین بارم منجر به اخراجم شد توی شرکت که خود فرشته هم به صورت پارت تایم با همون همکاری میکرد توی اون پروژه‌ای بود که صرفا شوافی بود واسه کارهای دیگه شون. و در نهایت به خاطر بحثی که مدیر شرکت به جای اینکه مثلا این نکته‌ای که فرشته اشاره کرد که نیرو رو به عنوان یه دارایی شرکت می‌بینن، ولی دیدگاهی که توی منیجرهای اون شرکت وجود داشت نیرو رو به عنوان برده خودشون می‌دیدن. اونم داراییه دیگه، منتها دارایی انسانی، ایشون منظورش اینه که دارایی معنوی، دارایی علمی. آره دقیقاً اون سبک دیدگاه کامل فرق داره و وقتی که مدیر می اومد با یه لحن خیلی بد با طرف جلوی جمع باهاش صحبت میکرد، باعث میشه که تو هم به خودت این اجازه رو بده که توی همون جمع جوابشو بدی، چون
و اونم تایمیه که دیگه باید بگی خداحافظ یا اونا بگن خداحافظ، که واسه ما به تو اون یه نمونهش هم من دیدی فکر کنم جواب دادن آره تو جلسه. هر دوتامونم توی همونجا بودیم و متاسفانه آره. نتونستیم اون پروداکتی که خیلی واسش زحمت کشیدیم به ثمر خوبی برسونیم، ولی خیلی خوب بود. بله بفرمایید. من دقیقا همین تجربه رو توی ایران داشتم، منتها با یکی از همکاران، ولی همکاری که خیلی کلیدی بود توی تیم و چون خیلی دسترسی زیادی داشت، از اول پروژه بود و شاید انقدر این آدم اطلاعات و حالا کار فنی زیاد بود که امکان حالا از تیم خارج کردنش خیلی سخت بود. ولی خب خیلی خیلی مشکلات داشتم، نه فقط من، یه سری آدمای دیگه. و من شروع کردم به این که صدامو برسونم که آقا این آدم خیلی کارشکنی میکنه، با این که خیلی فرد کلیدی توی شرکته، ولی خیلی موقع جواب نمیده. میبینی مثلا یه پیام برش گذاشتی 2 روز، اگه مثلا باهات حال نکنه API که قرار برسونه اصلا نمیرسونه بدون هیچ دلیلی. و تهش اینجوری بود که یکی از همکارای من گفت فرشته رخت تو از این چیز بکش بیرون، چون نمیتونی کاری کنی. و من یعنی همونا، و واقعا به درجه از خشم رسیده بودم که احساس میکردم که من باید با این آدم مبارزه کنم و احساس میکردم که توی میدان مبارزه هم که باید صدام برسونم، میدونی خیلی انرژی زیادی از آدم میگیره. و حالا اون آدمی که من خیلی علاوه اخلاقی و فنی قبول داشتم چنین چیزی گفت و من اون موضوع رو رها کردم. خب و یعنی چیز خوبی هم نبود، چون همچنان اعتقاد داشتم که این آدم باید رفتارش رو توی تیم و توی سیستم درست میکرد، ولی کاری هم از دستم بر نمیومد. به خاطر همین تجربه‌ام که مخالف اون تجربه توی اینجا بود برام خیلی 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 متفاوت بود. من یه معذرت خواهی بکنم میکای از شما دوتا عزیز. من به نیابت از آقای عرفان صمدبینم این چیزو میگیرم، این نمایندگی رو از ایشون هم میگیرم، یه معذرت خواهی بکنیم. ما هم از این کارا زیاد کردیم، ما گنگی بودیم برای خودمون دوتاییتون شرکتی که با هم کار میکردیم. میکال یادتون هست سوال میپرسید میگفتیم کاکتوس رو بگیر فشار بده، بعد اینم که خوشبختانه کرد رگ و ریشش اصلا کلا اینا ترس که ندارن، نمیدونن ترس چیه. یه خوردم زیاد اذیتشون کنی واقعا از هیچ چی نمیترسن. کاکتوس میگرفت تو دستش فشار میداد، تیغا میرفت تو دستش، بعد دونه دونه در میگه حالا سوالمو بپرسم. این کارو میکرد. ما هم متاسفانه از این کارا داشتیم، ولی در حد شوخی بود. آره بیشتر اون فان بود که عرفان جاش خالی هاشه. حالا امیدوارم بتونیم توی یه جلسه داشته باشیمش. آره واقعا جالب میشه. آره. مصطفی سوال داری به عنوان سوال آخر از فرشته بپرسیم، چون خیلی طولانی شد و بحثا خیلی فوق‌العاده و جالب بود. من که خیلی یاد گرفتم. واقعا جالب بود. واقعا ممنون از تجربیاتتون که با ما به اشتراک گذاشتیم. من یه تشکر ویژه بکنم از اولین بیننده ما که همیشه اینجاست، همیشه ما رو تماشا میکنه، اردک استریم یارد که همیشه اون گوشه است، ما رو همراهی میکنه. و یه درخواستی هم دارم از دوست عزیزمون میکائیل، میشناستش، عباس آقا یه سابسکرایب دیگه بزن دیگه. کشتی ما رو، هر روز داریم میگیم، خودت دیگه بدون دیگه دکمه سابسکرایب ما رو بزنید بی زحمت. خسته شدیم اینقدر گفتیم. لایک هم بکنه، کامنت هم بکنه. باشه. مرسی. من سوال آخرم رو بپرسم و دیگه وقتتون رو نگیریم. اگه بخوای برگردی به قبل از مهاجرت و یه سری چیزها رو با خودت بیاری، منظورم یه سری شاید مایندست باشه، یه سری سکیلز باشه، یا هر چی که فکر میکنی تو رو توی مسیر بعدیت خیلی کارت راحت تر میکنه و بهت خیلی کمک میکنه، اون چی میتونه باشه که میتونید به عنوان میکسش کنی با پیشنهاد و به قول معروف سخن آخر با کسانی که گوش میکنن؟ من مهمترین چیزی که توصیه که میکنم همون توصیه که اول حالا پادکست گفتم یا اپیزود گفتم، این بود که راجع به جایی که میخواید برید خیلی خیلی زیاد تحقیق کنید و آماده پذیرفتن چالشش باشید. یعنی یه ذهنیتی از این که جایی که دارید میرید چجوریه باشه. من هیچ وقت نتونسته بودم اروپا رو بیام ببینم و همیشه تصورم از اروپا یک کشور، کل اروپا، حالا نه فقط آلمان، کشورهای خیلی مدرن و خیلی جدید با سیستم حمل و نقل خیلی مدرن و اینطوری بود، ولی اومدم و دیدم که نه اصلا اینطوری نیست. حداقل توی برلین ما خیلی خیلی کم برج داریم، ساختمون‌ها، سیاست اصلا اینه که اون بافت قدیمی حفظ بشه و خیلی کم
ساخت و ساز جدید برج خیلی کمه و اینها چیزایی بود که من واقعا اول اصلا خورده بود تو ذوقم و احساس می‌کردم، یعنی من شاید مثلا بیشتر آمریکا و نیویورک تو ذهنم بود ولی می‌خواستم بیام اروپا. به خاطر همین هر چقدر بیشتر راجع به جایی که دارید میرید و کشوری که میخواید انتخابش کنید بدونید، من فکر میکنم که بعدن که رسیدید اینجا با چالش های کمتری مواجه میشید یا چالش ها رو با ذهنیت بهتری میتونید مدیریت کنید. و دومین کاری هم که خودم میکردم این بود که زبانم رو بیشتر تقویت کردم، زبان انگلیسی رو، به خاطر اینکه اینجا شاید شما توی هر سطحی که باشید با یه زبان انگلیسی متوسط بتونید کارتون رو پیش ببرید، ولی برای رشد و برای پیشرفت توی کارتون نیاز دارید که بتونید خوب صحبت کنید، چون خیلی موقعات توی جلسات من میتونم سولوشن ارائه بدم ولی چون که بیشتر از چند دقیقه، حالا اولا خیلی بیشتر بود، نمیتونستم صحبت کنم و وسطشون هم میخواستم یه چیز فنی رو بگم در کنار اینکه باید به انگلیسی حرف میزدم، به انگلیسی جواب میدادم، باعث میشد که من بعد یه مدتی کلا توی جلسات صحبت نکنم و ترجیح بدم که هیچ حرفی نزنم و این باعث میشه که شما توی یک سطحی بمونید و فکر کنم این مهمترین چیزیه که بهتر که آدمایی که توی درگیر پروسه مصاحبه و اپلای هستن تربیت کنن. مرسی ازتون، نکات خیلی مهمیه. اصلا این چیزیه که اون بحث پرزنت، اون بحث حضور داشتن توی کامیونیکیشن، توی تیم، توی بحثایی که هست، اون صحبت کردن، فکر کنم چالش اساسی واسه همه بچه ها هستش و واسه خود من به عنوان فیدبکی که مثلا من اون موقع پروموشن بهم ندادن دلیلش همین بود که خیلی وقتا نمیتونستم اون سولوشنی که مد نظرم هست رو اونجوری که توی فارسی بیان میکنم بتونم برسونم مفهوم کامل رو، که خدا رو شکر به مرور زمان حل شد، ولی خیلی نکته مهمیه واقعا. مرسی ازتون که اینا رو به اشتراک گذاشتید، دمتون گرم. مصطفی سخن آخر شما. عباس آقا دمت گرم. من تو مصاحبه‌ها دیده بودم که مصطفی خیلی صحبت میکنه، من نمیدونم چرا این نه شما خب خیلی اطلاعات خوب و بسیار جامعی دادین، بعدم من خودم داشتم گوش میکردم لذت میبردم. ما هر موقع با میکائیلم حرف میزنیم من بیشتر گوش میکنم یاد بگیرم، چون به میکائیلم چندین بار گفتم من از دنیای تکنیکال خیلی وقت فاصله گرفتم به دلایلی، واسه اینکه نمیخوام خیلی اصلا اون سمتی عمیق بشم و تنها استریمی که یاد میگیرم هم صحبتی با دوستانه. خیلی به من لذت میده، حرفاتون رو میشنوم، کیف میکنم و یاد میگیرم و ممنونم از اینکه اونا رو هم به من یاد میدید. میرید یا پیدا میکنید، میگردید، خلاصه میکنید، سادهش میکنید، منم میام اینجا میشینم گوش میکنم، کیف میکنم. من مسئول گفتن عباس آقا هم. عباس آقا این دکمه رو بزن. مصطفی الان خودش واقعا توی تیمی که الان داره کار میکنه توی میل چیم و یکی از کمپانی خیلی بزرگ آمریکایی داره کار میکنه و خودش خیلی از این چالش هایی که ما داریم صحبت میکنیم رو باش روبرو شده و حلش هم کرده، ولی داره شکست نفسی میکنه. من فقط یه دونه نکته میخوام در مورد اون زبانه بگم که گفتین شما، چون هیچکی نمیتونه حلش بکنه، منم داشتم و زمان میبره و خیلی هم چیزیه که به سلف کانفیدنتت هم بستگی داره که چقدر به خودت اعتقاد داری یا چقدر شایی یا نه. من برخلاف اینکه خیلی پر حرف میزنم یا مثلا پر حرف میزنم، منظورم اینه که زیاد حرف میزنم، شبیه آدماییم که زیاد حرف میزنم و میکنم این کارو. خیلی آدم شاییم، خیلی آدم خجالتی ام، باید یه مدتی بگذره تا این یخ من بشکنه، بعد دیگه کسی هم نمیتونه یخم بزنه دوباره. و من این مشکل تکنیکال داشتم، توضیح دادن خیلی سخت بود برام، ولی یه اپروچ خیلی سختی گرفتم. اونم این بود که کارو اجرا می‌کردم، می‌بردم نشون میدادم، چون نمیتونستم بفهمونم بهشون که بابا این اینجوریه، آقا این اینه. میرفتم اجرا می‌کردم، بعد میگفتم آقا اینهاش حالا نگاش کن، بعد نگاه می‌کردن، نم نم اعتماد می‌کردم. ولی خب پروسه سختیه، زبانتو ساده بکنی، قوی بکنی، خیلی پروسه برات ساده‌تر میشه برای توضیح دادن تا اینکه بخوای بری این راهو انجام بدی، همه چی بعد بری بگی ببین اینهاش. خیلی وقتا میریزنش بیرون، اصلا استفاده نمی‌کنن. ولی این راهی بود که حالا من رفتم برای نشون دادن خودم. درسته. مرسی ازتون، ممنونم. من که خیلی لذت بردم، اون نکات و تجربیاتی که به اشتراک گذاشتی واقعا آموزنده بود و لذت بردیم. مرسی و امیدوارم که همیشه رو به رشد و پیشرفت باشید و
امیدوارم. مرسی ازت مصطفی. دمتون گرم. مرسی. قلبم زدم برات. منو دعوت کردید به پادکست خودتون و امیدوارم که برای شنونده هاتون کسل کننده و خسته کننده نبوده باشه. بسیار عالی بود. ما که خودمون لذت بردیم، قطعا به درد بله. هم میخوره و ممنون از شما که به اشتراک گذاشتین. شب و روزتون مرسی. بخیر. وقتتون میرم. بخیر. خدا نگهدار. مثلا